گفتگوی این برنامه آنکاد مربوط به کسی که حدوداً 4 سال پیش تا حالا ما قرار با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. اولین بار قرار بود در دبی باشه، چرا که من در آمریکا زندگی میکردم و او در کانادا و برای او سخت بود که به آمریکا سفر کنه و برای من سخت که به کانادا برم. برای همین در دبی هم دیگه دیدیم و گفتیم اینجا با هم دیگه یک آنکاتی انجام میدیم. اما در اون زمان اتفاق نیفتاد. از اون موقع تا الان حدود 4 سال میگذره. خوشبختانه او دیگه در آمریکا زندگی میکنه و خیلی راحت‌تر میتونیم این آنکات رو اونجوری که هر دومون دوست داریم اجراش کنیم و با شما تقسیم کنیم. گفتگو داریم با یکی از خواننده‌های خوبمون که آهنگساز، تنظیم کننده است، موزیسینه و خواننده، شادمهر عقیلی. سلام به شما. سلام به شما و بینندگان عزیز. مرسی. خب شادمهر عزیز، اولا این گفتگو از اولش متفاوته، مطمئنم برای خیلی متوجه نمیشن چرا، ولی برای من و شما، برای بنده خیلی مشخصه چون صندلی ها اونجا عوض شده و اینا خوبه. الان یه ویو دیگه من دارم برای پشت سر تو. در شروع این گفتگو همیشه ما در رابطه با این صحبت میکنیم که یه بخشی کلیشه‌ایه، کجا به دنیا آمدی، در چه کدوم محله‌ای، خواهر، برادر، پدر، مادر و چه روز و چه ماهی به دنیا آمدی. من متولد 1351 هستم در تهران و پدرم فوت کردن، مادرم در حیات هستن و یه برادر دارم و یه خواهر. اسم برادر، اسم خواهر؟ محمد. اسم خواهر؟ پروین. اسم خودت شادمهره یا اسم هنریه؟ اسم خودم شادمهر. اسم خودت شادمهره. بعد فامیل فقط عمون عقیلی؟ بله. اوکی. بچگی کجا؟ از اولش بعد کدوم محله کدوم محله زندگی میکردی؟ من در محله هاشمی زندگی میکردم زمانی که بچه بودم تا 10 سالگی. بعدش کجا رفتی؟ بعدش دیگه همینجوری بالا رفتم. هاشمی در واقع کجا میشه نسبتا؟ تقریبا میشه گفتم میدون شهید سابق، میدون آزادی. اوکی، خیلی خوب. آیا هیچ کدوم از اعضای خانواده تو کار موسیقی بودن؟ بله، من برادرم ساز میزدن ولی به طور حرفه‌ای نه. همینطور. صدا از کجا؟ خوندن؟ کسی از اعضای خانواده؟ خوندن رو به خاطر اینکه کار آهنگسازی میکردم، تنظیم میکردم برای خواننده های دیگه، دوستان بهم گفتن بخون، دیگه ادامه دادم و دیگه پیش اومد، دیدم یک تقریبا میشه گفت یه بیزینسی هم کنارش هست و دیگه ادامه دادم و به اینجا رسید. اصلا یعنی ناخواسته شد اجرایی. ناخواسته. ولی خب آدم یه صدایی داشته باشه، این از روی تمرین این درست خوندن رو تجربه کردی؟ درست خوندن رو وقتی بتونی ساز بزنی اصولا میتونی درستم بخونی دیگه. با چه سازی شروع کردی؟ بعد چه سالی؟ من هنرستان موسیقی با ترومپت شروع کردم. ترومپت میزدم. واقعا؟ یه سال. این الان ترومپت هم میزنی؟ نه دیگه نمیزنی؟ اوکی. 1 سال ترومپت، بعدش؟ ویولون زدم. شای روبن زدم ویولون. پیانو هم که به هر سال پیانو گیتار همینجوری تقریبا خودم یاد گرفتم. یکی از دوستان بچه از دست دیگران بیشتر نگاه کردم یاد گرفتم. معلم اونقدر نداشتم ولی بعدا معلم گرفتم. تازگی ها معلم پیانو گرفتم. راست میگی؟ پیانو یاد. چه سازی رو بیشتر از همه باش راحتی و کنترل داری روش؟ گیتار باش راحتم. از گیتار راحت‌تر از ویولون هستی؟ خیلی راحتم. ویولون خیلی سخته. ویولون خیلی سخته. خیلی ساز راحتی نیست. ساز به قول معروف
ناراحتیه، تنها سازیه که مثلا باید شکل آدم رو عوض میکنه موقع ساز دادن، باید همش اینجوری باشی. سازهای دیگه اونقدر چیز نیست. ولی به خاطر شکل آدمه یا به خاطر نوع سازه که پوزیشن رو عوض میکنه دیگه. همیشه هرچی بیشتر تمرین کنید اما این قسمت صورتت بیشتر باد میکنه، زخم میشه. من زیاد تمرین نمیکنم، اینجا خوب شده. زخم بود؟ آره همیشه زخم شد همیشه. راستی؟ واو. خب خیلی میگن که شادمهر ویولون خیلی خوب میزنه و کسایی که خودشون ویولونیست هستن کارشون ویولون میگن خیلی خوب میزنه. بعد تا الان میگی گیتار رو بهتر یا راحت‌تر میزنی از ویولون و بهتر از ویولون میزنی؟ بله. اوکی. گیتار رو همینطوری یاد گرفتی؟ گیتار رو همینجور خودم یاد گرفتم. بعد پیانو چی؟ پیانو؟ کتاب میگرفتم، رو کتاب نگاه میکردم، بعد میخوندم، دستورش خودم یاد میگرفتم. چیز عجیب غریبی نبود. مثلا من بیس گیتار میزنم، از یوتیوب یاد گرفتم بیس زدن. مثلا میدیدم نوازنده های دیگر رو میدیدم، بعد استایلی که دوست داشتم رو نگاه میکردم، مثلا میدیدم این استایل و این صدایی که این نوازنده در میاره از بیس این بهتره، پس بنابراین خب چجوری دستشو میذاره، چجوری امپ به قول معروف گیتار بیسشو درست میکنه، چه صدایی رو خوب میتونه بسازه، اونو دیگه خودم با گوش و دیدن میتونستم در بیارم. بیسو از یوتیوب؟ آره. راست میگی؟ خیلی جالبه. خب این هنر چطوری در تو به وجود اومد؟ چطوری شکوفا شد؟ موسیقی من از بچگی یادم، من برادرم که مثلا ساز میزد خیلی حال خیلی خوبی بهم میداد که مثلا هیجان زده میشدم وقتی یه ساز میدیدم. از اونجا فهمیدم که خیلی علاقه دارم. بعد از چند سالگی شروع کردی؟ من از 16 یعنی از قبل از 16 سالگی دست به ساز نزده بودی؟ نه. راست میگی؟ خب اولین کاری که کردی چی بود؟ اولین کاری که تو ایران به صورت، یعنی خب الان 16 سالگی، منظورم اینجوری بهت بگم 16 سالگی متوجه شدی که خوب ساز، یعنی با ساز آشنایی پیدا کردی، قدم بعدی چی بود؟ ساز میزدم و تمرین خیلی میکردم. منتها محلمون یه جوری بود که که خونه ها همه چسبیده بود به هم، نمیشد اونقدر ساز زدم. مثلا ترومپت رو من باید میرفتم حتما تو هنرستان یاد میگرفتم، برای اینکه اونجا میزدم یه صدای همه در میومد. هر روز یکی در خونه رو باید میزد و مجبور بودم برم هنرستان اونجا بشینم. مثلا صبح اگه کلاس داشتم اون روز میرفتم اونجا صبح تمرین میکردم. خب در اون زمان خب مطمئنا تو در یک دوره به دنیا آمدی که دوره انقلاب بوده دیگه، یعنی در انقلاب رو دیدی و زمان ترومپت زدن و این مسائل راحت بود؟ میتونستی راحت با ترومپتت بری بیای؟ آره اونا مشکلی نداشتی و هنرستان هم سازهای مختلف رو یاد میدادن و بعدم مدل‌های مختلفش رو دیدم توی جریان. چون من یادم جنگ تا من 11 سالم بود فکر کنم تموم شد اگه اشتباه نکنم. نه فکر میکنم من 9 سالم بود جنگ تازه شروع شد. 7-8 سال بعد از اون بود که بود دیگه. یه مدت بود خیلی گیر میدادن تو ایران، ساز حتی دست میگرفتی، بعد از اون یه خود اوکی تر میشد. بود بالا پایین زیاد داشتش. خب بعد از هنرستان، بعد از ساز ترومپت، بعدش چیکار کردی؟ من در اون زمان که ترومپت میزدم ویولون میزدم، تمرین میکردم کم و بیش. یه خود جدی ترش گرفتم و تازه حس کردم مثلا میتونم آهنگ بسازم، میتونم ملودی بسازم، چون سنتی خوب بلدم. موسیقی سنتی خوب بلدم.
چیکار کردی با سنتی؟ یعنی اولین کار سنتی بود یا اولین کار پاپ بود؟ نه موسیقی سنتی زده بودم، مثلا سنتورم میزدم موقع، تمام قطعات پایه‌ور و مشکاتیان و اینا رو همه رو میزدم. چون موسیقی سنتی کار کردم میتونستم ملودی بهتر بسازم. پس وقتی هم که توی پاپ، موسیقی پاپ اونقدر چیز نیست، موسیقی سنتی خود غلیظ‌تر ملودی‌ها، میتونی خورده توی موسیقی پاپ بیشتر باش بازی کنی که خیلی بهتر خوش نشون بده دیگه. موسیقی پاپ که میاد دیگه هارمونی و اینجور چیزا میاد وسط که دیگه بهتر میشه، اون ملودی‌ها رو بهتر میتونی با هارمونی‌ها میکس کنی. خب واسم جالبه، من خیلی از این چیزا نمیدونستم. یه آرتیستی که بیس رو از یوتیوب یاد گرفته، گیتار رو خودش یاد گرفته، الان معلم پیانو داره و بازم پیانو میزنه و بعدم سنتور هم میزنه. خب خیلی خوشحال کننده است. اما سوال اینجا پیش میاد باز دوباره که اولین تجربه چی بوده؟ یعنی هیچ وقت با گروه زدی سنتی یا با گروه پاپ موسیقی پاپ شروع کردی؟ چطوری کارتو شروع کردی به عنوان موزیسین؟ گروه پاپ داشتیم. گروه پاپ داشتیم. آره یه زمانی بود که خیلی‌ها میرفتن ژاپن کار میکردن، پول در می آوردن. اون زمان بود که موزیسین ها میرفتن تو دبی و کشورهای اینجوری مثلا پول میساختن، توی هتل ها میزدن. ما خیلی سعی داشتیم که بریم توی دبی توی یکی از این هتل ها آهنگای خارجی میزدیم، آهنگای از دایر استریتس و همین آهنگایی که یه خواننده هم داشتیم که میخون با همون. معروف شد هیچ وقت یا نه؟ نه انگلیسی میخوند. انگلیسی دیگه بعد از اون دیگه گروه یواش یواش. هیچ وقت رفتید دبی پول بزنید؟ نه نرفتیم. هیچ وقت نرفتید. اون موقع خیلی سخت، اون موقع سخت بود بری بیرون از کشور، خیلی سخت بود، ویزا نمیدادن اصلا. چند سال بود اون موقع؟ یادم نیست دقیقاً ولی فکر کنم 18 سال. 18 سال بود. سربازی رفتی؟ بله. رفتی؟ 70 تا 72. رفتی سربازی. کجا رفتی سربازی؟ نیروی هوایی. خوب بود؟ تجربه خوبیه سربازی؟ من امیر ورزشی بودم، یه جورایی سربازی ندیدم اون موقع. یعنی چی امیر ورزشی؟ امیر ورزشی مثلا کسایی که ورزشکار بودن یه نامه میدادن که احتیاج نبود پادگان برن، فقط آموزشی رفتم. بعد از اون 2 سالی بود که به اون میگفتن، مثلا من یادمه میگفتن که مثلا امروز خب شما جزو تیم مثلا اسکی رو آبین یا فلان، بعد ببینین امروز مثلا تمرینه، ولی چون اسمش سربازی بود خواستیم یه دریم از اسکی رو آب هم حاضر نبودیم بکنیم بخاطر که اسمش سربازی بود. پارتی داشتی یا ورزشکار بودی؟ پارتی داشتم. پارتی داشتی. اوکی. ولی ورزشکارم بودی یا نه؟ بودی. چه ورزشی؟ من یادم شمشیر بازی میرفتم. خب طرف میدون شهدا اونجا جزو تیم بودیم، یه مدت اونجا بودم. بعد دیگه امری‌ها رو همینجوری پشت سر هم میدادم بهمون، پادگان نمیرفتیم. خب اصلاحی. اون زمان سازم میزدی یا نه دیگه؟ سازم میزدی. اوکی. پس ساز میزدی، سربازی هم میرفتی و پولم در می آوردی تو باز راه موسیقی؟ کم و بیش. آره. تو سن 17 18 سالگی؟ آره کم و بیش. چه مثلا تو چه کاری؟ مثلا تو 17 18 سالگی نه پول در نمی آوردم. تازه مثلا بعد از یادم 24 سالم بود که یه دونه آلبوم موسیقی بدون کلام شروع کردم. هنوز موسیقی اینقدر آزاد نشده بود تو ایران. مال خودت بود؟ به نام بهار من. اوکی. موسیقی بدون کلام بود که با اون شروع کردم. شاید به اینجا که داری الان صحبت میکنی یعنی 8 سال از زمان 16 سالگی تا 8 سال بعدش هیچ کاری نکردی؟ موسیقی بدون کلام دادی؟ یعنی همش تمرین میکردی؟ یعنی که مثلا واسه کسای دیگه میزدی؟ تمرین خیلی میکردم. تمرین میکردی. چرا کار میکردی؟ آیا به خاطر که موقعیت نبود؟ به خاطر که سخت بود در اون زمان کار کردن؟ یا اینکه خودت نمیخواستی؟ کنسرتی که نبود به اون شکل که کنسرت موسیقی پاپ نبود. کنسرت موسیقی پاپ بعداً اومد.
اگرم بود مثلا سنتی بود در سطح خیلی کوچیک اونقدی. سنتی هیچ وقت کار میکردی؟ یعنی میزدی با گروهی میزدی؟ با گروهی نه، ولی خودم سنتی کار کردم. سنتی خیلی دوست داشتم موقع، چون دوست داشتم کار میکردم. ولی بعد از اینکه پاپ، موسیقی پاپ یه مقدار جون گرفت و اینا، توی زمان همون بهار من اون آلبومو دادم بیرون و اون موقع به 800,000 تومان گرفتم. یادمه. از کی؟ از یه کامپانی بود به نام تنین. اوکی. 800,000 تومان بهت پول دادن؟ آره. برای آلبوم؟ برای و گفته این آلبوم مال ماست دیگه، اینم برای شما، خود از شما. آره. خوشحال بودی؟ خوشحال بودم که سی دی دادم بیرون. خوشحال بودم که تو جو خیلی فشرده بود، نمیشد اصلا موزیک کار کردم. خوشحال هر کی بود جای من خوشحال میشد که یه سی دی داده بیرون. اوکی. و وقتی داری صحبت از جو میکنی، آیا اون زمان خواننده‌های پاپ دیگه اومده بودن، آلبوم به بازار داده بودن؟ سرود میخوندن تو تلویزیون. سرود میخوندن؟ سرود میخوندن. مثلا من یادمه خواننده‌ای بودن آقای گلریز، گلپایینی، که سرود میخوندن. در زمان جنگ هم سرود میخوندن. اوکی. یعنی مثل اون زمانی نبود، هنوز نشده بود که یک کسی مثلا خواننده بودش مثل خشر اعتمادی یا قاسم افشار، اینا هیچ کدوم نبودن دیگه. فقط موسیقی پاپ حد اکثرش بدون کلام بود. سرود بود. سرود بود. سرود بود. اسمش سرود بود. سرود بود. موسیقی تو چی توش داشت؟ من توی موسیقی بدون کلام من یه سری آهنگای قدیمی رو برشتم فقط بازسازی کردم. مثل آهنگای قدیمی یادم نمیاد دقیقا چه آهنگایی رو تو از امادرام زده بودم تو آلبوم، یادمه. از پوران زده بودم تو آلبوم. ویولون زده بودم. ویولون بود همش؟ ویولون و گیتار بود. گیتار و ویولون بودش. با ارکستر یا تک نوازی؟ نه، با کیبورد بیشتر. ارکستر یعنی یه ویولون با یک کیبورد؟ ویولون بود، بقیه تنظیم‌ها رو مثلا با کیبورد انجام میدادیم. اون موقع با کیبورد تنظیم انجام میدادیم. زیاد کامپیوتر زیاد چیز بازاری نداشت ایران. اصلا وجود نداشت اونقدر نه که بخوان پروگرام‌های میوزیک اونقدر تو ایران با کامپیوتر کار نمی‌کردن. 5-6 سال بعدش بیشتر. بعد چیکار کردی بنزون؟ بعد از اون یادمه که 2-3 تا آهنگ درست کردم. عکسی بود از روی آلبوم یا نه؟ یه مقدار کم به صورت محو که اونقدر چیز نباشه، چون اجازه نمیدادن عکس. خیلی جوان بودم، خیلی خوده. من یادم زمان دهاتی اون عکس آلبوم دهاتی خیلی مشکل ساز شد توی گرفتن مجوزش. همون عکسی که چاپ شده بود؟ همون عکس آلبوم دهاتی. اونم زیاد صورت توش معلوم نیستش. نه ولی خب نوع عکس، نوع طرح رو جلد، چون اونجا همه چی مجوز میگیره دیگه. یعنی مثلا طرح رو جلد مجوز میگیره، آهنگ مجوز میگیره، تنظیم مجوز باید بگیره. هر کدوم از اینا یه شورایی برای خودشون دارن. یه سری آدم هستن که تایید میکنن که این خوبه، بده، نباید باشه، باید باشه. بعد از بهار من گفتی اسمشو؟ بعد از بهار من چه کاری انجام میدی؟ مسافر. بعدش مسافر بود. اوکی. با مسافر دیگه خوندی؟ اوکی. ولی قبل از مسافر یادمه که یه سری خواننده مثلا من رفتم تلویزیون اون موقع مثلا برای ارکستراسیونایی که میکردی حقوق میدادن، چک میدادن. الان هم همینجوره. من وارد تلویزیون شدم به صورت رسمی نه، ولی مثلا کانترکتی بود دیگه. خواننده های اومدن که صداشون شبیه به خواننده های دیگه بود و اونا مجوز گرفتن. برای اون یه سیاست تلویزیون بود که خودش اون زمان مثلا ارائه داد و بعدش هم خودش جمعش کرد. دوره کی بود؟ مهاجرانی.
بعد کیا مثلا خواننده‌ای که داری صحبتشون بود؟ قاسم افشار بود، خشایار اعتمادی بود، اینا کسایی بودن که من باشون کار کردم. باشون کار کردم. تنظیم زنده لایو یا اینکه تنظیم ارنجمنت که تو آلبوماشون یا توی تلویزیون که بیان اجرا کنن برنامه؟ تو تلویزیون اجرا کردن که ضبط شد، استودیوهای تلویزیون ضبط شد و مجوزش هم خود تلویزیون داد، ربطی به ارشاد نداشت. چقدر میگرفتی بابت تعهدش؟ 70,000 تومان. 70,000 تومان برای هر آهنگی انجام میدی؟ $70. اوکی. بعد خب خوب بوده. خیلی. اون موقع خرج زندگی چقدر بود؟ اون موقع خرج زندگی اونقدر نبود هیچ وقت که اذیت بشم. همون که میتونستم کار موزیکیمو انجام بدم، یعنی سازی بخرم و در این حد کافی بود برام. هنوز تو هاشمی زندگی میکردی؟ نه، اون موقع اومدم تو ستارخان. پدر بود اون زمان یا نبود؟ نه نبود. پدر پس سنی کم بودی تو فوت شدن؟ بله. 20 یادم نیست دقیقاً، 24 سالم بود یا 20. نه قبل 20 سالم بود. 20 سال. 20 سال. بچه آخر خانواده هستی؟ بچه کوچیکی هستی. اوکی. خب $70 میگرفتی یا آهنگی رو تنظیم میکردی، زندگی هم خوب بود و راحت زندگی میکردی. آلبوم مسافر هم اومده بود، تو خیابون هم میرفتی، میشناختند مردم؟ نه اون موقع چون تصویر وجود نداشت. اوکی. فقط سیدی مثلا بیرون بود. هیچ اتفاق جالبی افتاده بود که مثلا بری یه مهمونی بگن آقا من میشناسم خواننده اینو بعد خودت اونجا باشی و آره از اون اتفاق بخندی که مثلا اینا دارن درباره من صحبت میکنن در صورتی که خود من نمیشناسم؟ جز این چیزی نیست. من یادم یه بار تو پمپ بنزین سیدی خودم خریدم از یه کسی که سیدی میفروخت، سیدی های غیر مجاز میفروخت. خب خواستم برم سیدی منو داره، دیدم یه دونه گفتش آره دارم، گفتم خب چنده؟ گفت 2,000 تومان. خب میدونی به من بدی؟ گفت آره. کپی هم بود. خب خریدم. ولی مجاز بود سیدی؟ نه مجاز بود. داره مجاز بود. ولی مجازش چقدر بود و قیمتش؟ یادم نیست دقیقاً قیمت سیدی اون موقع. 2,000 تومان بوده بس مثلا؟ نه اون موقع که من اون سیدی رو یادم خریدم زمانی بود که من دیگه ممنوع کار شده بودم. اجازه نمیدادن کار کنم. پس دهاتی در اومده بود یا نه هنوز مسافر بود؟ دهاتی زمان ممنوع کار بودنم بود که دیگه انقدر شد سلام گفتیم که این مجوز شو بدن دیگه دارن دیگه. چند وقت طول کشید؟ کنم 2 سال 1 سال بود. برای گرفتن مجوز برای مسافر چی راحت گرفتی یا نه؟ مسافر راحت گرفتی. پارتی داشتی؟ نه اون موقع یه شرکتی بود به نام پیغام سحر که یادتون باشه آقای نمیدونم شما یاد نمیاد که رئیس ارشاد مثلا آشنای این شرکت بودن و اینا با هم چیز داشتن، روابطی داشتن و این آلبوم هم اومد بیرون دیگه. خب چه دوم تقریبا شروع شد. چه دومی رو با پیغام سحر چه داستانی؟ داستانای اجازه ندادن و ممنوع کار کردن و اول بهت اجازه دادن که آلبوم اومد بیرون؟ آره اون آلبوم اومد بیرون به خاطر اینکه اون شرکت با ارشاد بود، خاطر این اجازه دادن. اگه نبود خب اجازه نمیدادن. ولی آلبوم دعاتی می‌خواست یه شرکت دیگه بیاد بیرون بهش مجوز نمیدادن. خب چرا به پیغام سحر ندادی این بار؟ برای اینکه می‌خواستم یه شرکت دیگه پخش بشه. پولش بیشتر بود؟ نه به خاطر پولش نبود، به خاطر اینکه اونا تو موضوع آهنگ و اینا هم حتی دخالت میکردن روی ارنجمنت روی پیغام سحر. آره. خب لابد گفتن که آره مثلا اگه این بخواد مجوز بگیره باید اینجا اینجوری باشه و این ترتیب بریم و اینا. خب همچنان موضوع چیز عجیب غریبی بود که نمیشد که مثلا تو تلویزیون هم من نموندم به خاطر همین بود. دلیلی که تو تلویزیون هم نموندم که خیلی کسایی که
اهل موزیک و اینا بودن، یعنی اونجا شورای موسیقی داشتن، همه دخالت میکردن به هم. و وقتی موسیقی یعنی سلیقه دیگه، درسته؟ یعنی وقتی شما یک کاری انجام میدی این سلیقه شماست، کسی دیگه نمیتونه بیاد بگه این بده، من بیشتر از این نمیتونم، یا مثلا تواناییشو ندارم انجام بدم، بهتر از این نیستم، همین انقدر هستم. اینو میگفتی بهشون؟ ولی خب مثلا میگفتن آقا این یه مقدار لس آنجلسیه. مثلا من یادمه یه بار مجتبی میرزاده اومده بود ایران، مجتبی میرزاده رفته بود تو شورای تلویزیون، اون موقع فریدون شهبازیان بود رئیس شورا بود، که من یه آهنگ تنظیم کرده بودم برای یکی از خواننده ها، که خب ارکستر تلویزیون یه قانونای خودشونو داشتن که مثلا میگفتن آقا اینجوری نمیتونیم بزنیم، اونجوری نمیتونیم بزنیم، این زهیاش نمیدونم لس آنجلسیه، اینجوری میگفتن اینجوری داره صدا میداده. مثلا خب مثلا ما می‌خواستیم این آهنگ مجوز بگیره، میگفتیم که خب یالا بریم به جای این زهیه مثلا فلوت بزنیم، فلوت رو میذاشتیم، میگفتن آقا این هنوز همونجوری، این زهر داره، به قول این زهره رو بگیرین تلویزیون پخش بشه دیگه. وقتی یه کاریو 10 بار انجام میدی دیگه اون ساز، یعنی اون نواز زهر داره، اون ساز زهر داره. حالا شاید الان خیلی خود عجیب باشه ولی شما یا کسایی که حتی تو ایران میشنن، ولی اون زمان اینجوری بود که ساز زهر داشت و تو مجبوری عوضش کنی. بکنی دیگه، هر روز یه داستان دیگه و نمیشد تحمل کنی. دارم خدمت میکنم. بله دادن. خب ولی آیا عادلانه است نظرش؟ نظر شوراست. اینکه لس آنجلسیه؟ کی به شما گفته لس آنجلسیه؟ کی گفته؟ آقای خرمی نظر شخصی خودش گفته. رفت به شورا نداره. یه سوال از شما دارم. بفرمایید. تکلیف نسلی که موسیقی پاپ دوست داره چیه؟ علاقه نسل جوان به ترانه‌های روز یه بخشه. مشکلاتی که ما توی جامعه باهاش مواجهیم یه چیز دیگه است. شما حتی حاضر نیستین کلمه پاپو به زبون بیارین. میگین ترانه روز. ما به کامپیوتر هم میگیم رایانه، چه ربطی به بحث ما شما میدون انقلاب ولیعصر رفتین؟ میدونم چی میخواین بگین. پس میدونیم که نوارای ابی، اندی، سندی همه دست این اونه. خب منظورتون چیه؟ پس چطور مردم اونا رو گوش بدن؟ منی که پامو از این مملکت بیرون نذاشتم صدا ممنوعه. کی گفته صدای شما ممنوعه؟ پس مشکلش چیه که مجوز نمیدین؟ این نظر شوراست. شورا میگه که آلبوم شما معیارهای روز همخونی نداره آقای دانش. خب آلبوم مسافر اومد بیرون، پول در آوردی سر آلبوم مسافر؟ جای میخوندی جایی هم یا نه؟ نه کنسرت هیچ وقت تو ایران نداشتم. اصلا هیچ وقت برنامه داشتی مثلا برنامه خصوصی داشتی؟ نه هیچ وقت. یعنی حتی تو برنامه خصوصی هم شرکت نکردی؟ اوکی. خواننده‌های دیگه چطور؟ در اون زمان اکثرا میرفتن. اوکی. چرا نمیرفتی تو؟ اجازه نمیدادن. شاید دلیلش بیشتر خصوصی که متوجه نمیشدن، من متوجه میشدن. برنامه‌های خصوصی مهمونی و اینا منظورت؟ نه اونا که اصلا هیچ وقت نمیرفتم، دوست نداشتم. اوکی. مهمونی میرفتم ولی برای خوندن نه. الانشم مادر چطور؟ مادر، برادر، خواهر موافق بودن با کار تو؟ بله. اون درآمده خوشحالشو میکرد؟ درآمده به اندازه بود که همه دور و بریا رو ساپورت کنه. و تو کسی بودی که کار میکردی بیشتر تو خونه؟ برادر اینا کار نمیکردن؟ برادرم کار میکردن، اونا خانواده خودشون داشتن. خانواده خودشون داشتن. اوکی. پس تو با مادر زندگی میکردی؟ دو نفری؟ بله. اوکی. بعد در گذر زمان میرسیم به آلبوم دهاتی، درسته؟ دیگه مسافر تموم شده، آلبوم دهاتیه، آلبوم آماده کردی، چطوری ضبطشون کردی؟ همه کار خودتی، تنظیم، آهنگ همش خودتی یا یکی کسی دیگه هم کمک کرده؟ کسایی دیگه هم کمک کردن. یادم من استودیو پاپ اون موقع هنوز 8 ترک ضبط میکرد روی 2 اینچی ها ضبط میکرد، آنالوگ بود دیگه. اون موقع هنوز دیجیتال نشده بود و اونجا ضبط کردم. مسافر اونجا ضبط کردم، دهاتی رو اونجا ضبط کردم.
خب آنالوگ ضبط کردم. آره. و تنظیم کننده‌های دیگه هم باهات بودن؟ تو بودن؟ آره کم و بیش بودن. و سازهای مختلف هم استفاده می‌کردی. و پول داشتی به اینا بدی برای اینکه مثلا نوازنده بیادش ساز بزنه یا دوستانه بود بیشتر کارا؟ مثلا اگر کمپانی بود کمپانی هزینه‌شو میداد. این کمپانی تقبل کردش که اینجوری بود. مثلا چقدر خریدش آلبوم دهاتی رو ازت؟ 40 میلیون. خب این 40 میلیون با مخارج استودیو و همه اینا توش بود دیگه. و چقدر مثلا به خود آرتیست میرسید از این 40 میلیون؟ 15 میلیون. خب 15 میلیون چند وقت از زندگی تو کاور میکرد، پوشش میداد؟ اون موقع خب خیلی بهتر بود. الان مثلا شما بخوای بری یه خونه اجاره بکنی باید 1 میلیون تومان ماهی بدی، خوب بخوای اجاره بکنی، یا حداقل 500,000 تومان باید بدی دیگه برای جای 2 خوابه مثلا بخوای اجاره کنی تو ایران. ولی اون موقع مثلا 15 میلیون تومان میتونستی بری یه خونه بخری، میتونستی بری یه خونه بخری باشه کوچیک. خریدی؟ آره. یه خونه خریدی؟ آره. کجا؟ ستارخان. دیگه موو کردی دیگه از اومدی بالا رفتی ستارخان تو و مادر؟ من مادر. آلبوم دهاتی اومده بیرون. حالا مردم با چطور هستن؟ استقبال خیلی خوبی بود. میشناختنت؟ تو خیابون میرفتی میشناختنت؟ تقریبا آره. از اون موقع چهره اونقدر چیز نبود. اذیت میشدی؟ نمیشدی؟ نه. جمع میشدن دوره؟ نه. فقط میشناختن شاید برقیدی؟ آره. بعضی جا همه جا نه. بعضی جا میشناختن. چون تلویزیون که نبودم که مثلا با ارشاد کار کرده بودم اونا. کرکتر خودت چی بود؟ آدم شیطونیه، شادمهر شیطون بود، حواسش بود، مقتصد بود، میدونست چی کار داره میکنه، با دیگران چطوری برخورد میکرد تو بیزنس؟ من بیزنسمن نیستم ولی یادم نمیاد مشکلی داشته باشم برای بیزنس که مثلا با کسی مشکلی یادم نمیاد داشتم. ریلکس بودی؟ اوکی. راحت باهات میتونستن رابطه برقرار کنن؟ آره. اوکی. بعد همیشه یه حالت رزرو داری برای تو، یعنی یه کسی که نشناسدت فکر کنه تو یه گاردی داری تا اینکه دوست بشی با طرف. بین خود من و تو هم این حالت بوده، ممکنه منم همین حالت داشته باشم و نمیدونم، ولی همیشه احساس کردم که شادمهر یه گاردی داره دور برش، دورشو یه حصاری کشیده تا اینکه اون درو باز کنه بگی مثلا حالا علیرضا مثلا ما با هم دیگه رابطه اونجوریه، بعد با هم زنگ میزنیم اول پرسی میکنیم میگیم میخندیم با هم دیگه، ولی تا قبل از اون یه حصاری دور تو هست. اون از چیه؟ دوستایی که دارم معمولا الان مثلا همشون مثلا 15 سال کم 10 سال با هم دوستن. اونایی که تو ایران بودن چی؟ اونایی که تو ایران بودن 20 سال دوستامو همیشه نگه میدارم. خیلی دیر دوست میشم به کسی ولی وقتی با یکی دوست میشم دیگه دوستم. شما تو ایران کلیسایی که بچه که تو کار موزیک هستن به مردم الان میرسیم، به مردم خودت هم میدونی مردم نسبت به تو چه احساسی دارن. اونایی که تو کار موزیک هستن دو حالت داره، یا شادمهر رو دوست دارن یا شادمهر رو دوست ندارن. اونایی که دوست ندارن دلیلش چیه؟ شاید هم چیزی که شما میگین حسار است یا فکر کنن که خودشو زیاد میگیره. حالا میتونه اونم باشه، میتونه اون. حالا خودت زیاد میگیری؟ حالا فکر نکردم. این نوع جواب دادن، این نوع صحبت کردن با همه همیشه یه حالت میدونی یه میستری، یه شکی، یه تردیدی، یعنی این فیلم هاست که تو نمیدونی آخرش قرار چی باشه. اونو حس کردی خودت تو صحبت کردن؟ یعنی اولا تبریک به خودم و همچنین خوشحال از اینکه شما هستید که این اولین باره که اینقدر راحت داری صحبت میکنی در مقابل دوربین. همینطوری که ما با هم هستیم خب میگیم میخندیم صحبت میکنیم، ولی این اولین بار اینقدر راحت داری تو صحبت میکنی درباره همه چیز.
حالا این خود گرفتنه برای وجود داره یا نداره؟ وجود نداره، برای اینکه من اعتبار این چیزی که شما میگی دقت کردم به خیلی از کسایی که نوازنده هستن، احساس میکنم که همش توی یک فضاهایی هستن که مثلا یارو با شما حرف میزنه ولی حواسش جای دیگه است. اما تو حواسش جای دیگه نیستش. من اون یکی یاد دارم میگم که باشه ولی نه، من اصلا خودم نمیگیرم هیچ وقت، تو نشده. اونقدر اعتماد به نفس ندارم. نداری؟ نه. چرا؟ سیستمم دیگه ندارم، اعتماد به نفس اونقدر ندارم. آخه پس این میستری بودن خاطر همینه که همش تشنه اینم که بتونم خوب ساز بزنم. نگاه میکنم مثلا تو یوتیوب میبینم، تو جای دیگه تو اینترنت نگاه میکنم میبینم دیگران چه جوری دارن کار میکنن، من چقدر عقبم. یعنی همش دنبال اونم، حتی به موضوع شهرت، معروفیت، خوانندگی اصلا فکر نمیکنم. اون شبم که تو برنامه شما در رفتم بخاطر اینکه یه وقت نگی بیاد بخونه اونا برای مهمونی عید. اوکی. چون نمیتونستم، یعنی نمیتونستم چی باید بخونم. آلبوم دهاتی هم به بازار اومده، شادمهر عقیلی دیگه همه میشناسن، اسمش شناخته شده. ماهایی هم که در آمریکا بودیم اسم شادمهر رو شناختیم، ولی هنوز اونطوری که میگی مردم متوجه میشدن، ولی نه به اون شکل و فرم، چون ویدیویی نبودش، تصویری به اون صورت نبوده و بیرون که میرفتی خیلی عادی بود همه چیز. درسته یا نه؟ همه چیز عادی بود. بعد از دهاتی چی شد؟ بعد از دهاتی آلبوم دیگه زده بودم به نام آدم هوا که دیگه هیچ وقت مجوز نگرفت. چطور شد دهاتی رو بهت مجوز دادن؟ دهاتی رو با شرکتی که کار کرده بودیم، خب اونا خواستن هزینه‌ای که کرده بودن رو در بیارن، مجبور شدن یه خورده برن وارد روزنامه و اینجور داستانا بشن. شدم یه جورایی مجبور شد اون آلبومو مجوز بده. بعد از اون دیگه اصلا هیچ وقت مجوز نگرفتم تو هیچ چیزی، تو هیچ کاری؟ هیچ کاری، نه فیلم نه. پس پر پرواز قبل از دهاتی بود؟ یادم نیست. خب چون سر پر پرواز دیگه همه چهره تو رو شناخته بودن. آره احتمالاً بعدش. اون آهنگی که تو پر پرواز بود مال کدوم آلبومه؟ همون آلبوم پر پرواز. تو آلبوم پر پروازه. پس پر پرواز بعد از دهاتی در میاد؟ فکر میکنم بعد از دهاتی بود. آره بعد از دهاتی. بعد از دهاتی بود. پس بعد از خب اونا پس اجازه گرفته بودی سر اونا، نه؟ اونا اجازه دادن بخاطر که مال فیلم بود، موسیقی فیلم بود. پس خب سر پر پرواز برای تو چه موقعیتی پیش اومد؟ سر پر پرواز اولا چطور شد تصمیم گرفتی بری هنرپیشه بشی یا فیلم بازی کنی؟ بعد این سناریو خیلی میگن این سناریو با خود زندگی خود شادمهر ربط داره، همیشه این شایعه بوده دیگه. سناریو با زندگی شادمهر ربط داره، این سناریوها بخشی اصلا قصه خودشه، حقیقت داره، شایعه است. نه قصه داستان اونقدر داستان زندگی خودم نیست، یه مقدارش با هم اوضاع احوالی که اون زمان بود. هر سوژه‌ای که پیش میاد تو ایران همیشه یه فیلمی درست میشه بابتش دیگه. اوکی. خب بعد پر پرواز چطور تصمیم گرفتی این فیلمو بازی کنی اصلا؟ بهم گفتن بیا یه فیلم بازی کن. بازی باش. همین. از یادم خجالتی بعد راحت انجام میدید این کارو؟ حالا نمیدونم. یعنی راحت بود یا سخت بود برای؟ سخت نبود. سخت نبود. دوست داشتی بازم این تجربه رو داشته باشی بکنی؟ یه بار دیگه بود، من فیلم شب برهنه بود، سعید سهیلی ساخته بود که دیگه بعد از اون نه دوست نداشتم. هنرپیشگی دوست ندارم. دوست نداری؟ چرا؟
هنرپیشگی اونقدر توش خلاقیت نیست. باید کار کسی دیگر انجام، هرچی بهت میگه هم کارو بکنی. اوکی. آقا این دیالوگ، آقا این نقش تو اینجوری باشه، صورت اینجوری باشه. مگه موزیسیانی هم همین حالت نیستش؟ یا موزیسیانی هم همین حالت نداره که مثلا یه پارتیتور جلوت میگن آقا اینو باید بزنی که این خواننده بخونه مثلا؟ من پارتیتور میدم به اینو. آها، یعنی پس موزیسیانی هم نه، رهبر ارکستر دوست داری؟ اون فرق میکنه. اگه موزیسین مثلا ارکستر سمفونیک باشی، خب یه نوتی بهت میدن اونو میزنی. موزیسین نه، ارکستر پاپ هم باشه دیگه، مثلا موزیسینایی که میزنن کیبوردیست تو، خب تو بهش پارتیتور دادی و اون میزنه دیگه. پس تو اونم خلاقیت وجود نداره به نظر تو؟ خلاقیت توی نوازندگی اون آدم دیگه خودشه که هرچی مثلا فرق میکنه اونجا، ولی در مجموع میگه، شنیدی که میگن مثلا آقا این نوتو بگی روش ایمپرووایز کن، میگن موضوع اینه ولی تو هر کاری کردی رو این دیگه به قول معروف تو هنرپیشگی این حالت نبود. تو هنرپیشگی هم این حالت هست، ولی توی هنرپیشه‌ای که معروف هستن مثلا پرویز پرستویی لولشون فرق میکنه. مثلا پرویز پرستویی خب کارگردان اونقدر بهش نمیگه چیکار کن، فقط میگه آقا این نقش شماست دیگه، اون خودش میسازه نقش دیگه، نه که نگه چیکار کن دیگه، برای کارگردان لازم نداره، لابد میسازه نقش دیگه، خلاقیت داره، خلاقیت توش اضافه میکنه. اوکی، پس تو منظورت هنرپیشگی که نقش‌های جوون و نقش‌های اینجور چیزا رو بازی میکنه است. اوکی. و یا کارگردان خوب داشتن هم باز میتونه از آدم یه چیزایی بکشه. خب پرواز دیگه، این الان دیگه بعد مردم کشته مرده و یک سری دخترها جیغ بزنن و شادمهر و خوشتیپ هم هستش و دیگه اون حالت بود دیگه یا نبود واسه؟ خوشتیپ هم نیستی؟ خود آدم میدونه دیگه، اگه خوشتیپ باشه میدونه خوشتیپه دیگه. من شدم یه برنامه بوده شما رفتین دعوتی کردن، فقط به عنوان مهمان اومدید، مردم جیغ زدن، فریاد زدن، دست دادن. مردم همیشه لطف داشتن، همیشه لطف داشتن. یعنی خودم همیشه مشکل داشتم که باور کنم خودم. خب بعد مردم پرواز اومده بیرون، میری تو خیابون ها، اون موقع چطور بود؟ اون موقع هم عادی بود؟ یادم نمیاد درست، 7-8 سالی میگذره. تو 7-8 سال یادت رفته چی بود؟ کم و بیش آره. من یادم یه بار مسابقه فوتبال بود، یه سری جوون جمع شده بودن که بسا داشتن شلوغ میکردن، تو ولیعصر بود، من تو ماشین خودم بودم. یه وقت اسم منم نمیدونست، فقط داد میزد خواننده. خب همین خیلی راحت از کنار اینا رد میشدی ها؟ یعنی این مسائلی که دور برات پیش میومد همون بیشتر. شادمهر تو زندگی خودت خب مطمئنا مسائل مختلفی دیدی، آیا هیچ وقت آزار دیده بودی یا مثلا اذیت میشدی نسبت به اینکه شادمهر عقیلی هستی، نسبت به اینکه به هر صورت آهنگایی که میخونی با اون فضا، با اون فرم، با اون لباسی که باید تن میکردی درست نبود یا جور نبود؟ آزار ببینم بابت لباس؟ آره نه، من منظور از اون نه، ببین به هر صورت یا هر کسی یه گنجایشی، منظور از لباس منظور اینه که یه گنجایشی هستش که آقا شما این کارا رو باید بکنی، این کارا رو نباید بکنی. خب وقتی بیشتر از این میشه یعنی در واقع اون داری یه لباسی میپوشی که یا یک کاری انجام میدی که قرار نیست انجام بدی، یا میگفتن کلاهی که از سر طرف گشادتره، یا اینکه متوجه دیگه. اون منظورمه. آیا برای تو هم این حس بودش؟ هیچ وقت این حس رو داشتی؟ آیا یا نه فقط گفتن آقا
ارشاد به تو جواز نمیده که کار انجام بدی؟ خب اون موقع بهش یه چیزی میگفتن هر مثلا تلویزیون میخواستی بری بعد حتما شلوار جین که اصلا نمیتونستی بپوشی و با شلوار پارچه‌ای میرفتی، لباس آستین کوتاه اجازه نداشتی بری تلویزیون، بعد آستین بلند میپوشیدی یقه دار. قانونای خودش رو داشت دیگه، یا تو میتونی با این موضوع کنار بیای یا نمیتونی. نمیتونی نمیری، میتونی ادامه میدی. مثل که خیلی از دوستای خودم دارن ادامه میدن. تو در ایران یه موقعیت خیلی خوبی داشتی، به خصوص دیگه این آخری‌ها دیگه دهاتی و پرپرواز و کارهای مختلفی که انجام داده بودی. چی شد که تصمیم گرفتی چمدون رو ببندی؟ نمیشد، نمیتونستم کنار بیام، با روحیات من سازگار نبود. چی با روحیات سازگار نبود؟ نگرفتن جواز یا نه، موقعیتی که وجود داشت بابت موزیک تو ایران اونقدر باز نبود، اونقدر نمیتونستی راحت باشی. الانش هم نیست، الانش هم حالا کم و بیش غیر مجاز ویدیو میدن ولی لذتی نمیبرن. نه که اون چه هستن، موزیک هم حتی کار میکنن، جوونن، انرژی دارن، حوصله‌اش دارن، انجام میدن، ولی سنشون که بره بالاتر دیگه که بخوان این چیز رو هر روز هندل بکنن، تحمل کنن، خانه از این ور اون ور بشنون دیگه، این موضوع دیگه. منم اون موقع جوون بودم، سنم پایین تر بود، حوصله جنگ و شرارتش و اینجور داستاناشو داشتم، ولی دیگه وقتی هر که سنت میره بالاتر میخواه آرامش بیشتر داشته باشه، ترجیح دادم بیام بیرون و یه زندگی آروم تر داشته باشم. شلوغی و هیاهو دوست ندارم. توی این چه تاریخ اولا از ایران اومدی بیرون؟ 2002 چی شد تصمیم گرفتی؟ رفتی پاسپورت تو گذاشتی؟ رفتم سفارت کانادا، پاسپورت هم گذاشتم، یه بلیط هم گرفتم اومدم. همین؟ به خانواده چی گفتی؟ به هیچ کی نگفتم تا یه هفته مونده بود بیام. به هیچ کس؟ به هیچ کس، حتی مادر؟ به هیچ کس. بعد گفتم خب من بعد چی گفتم؟ ترسیدم که بگم، یعنی که گفتم اگه بگم ممکنه یه داستانی بشه، یه موضوعی پیش بیارن نشه عملی بشه. بالاخره ما کی میخوایم بریم؟ عجله داری؟ نه ولی میخوام زودتر تکلیفمون معلوم شه. با مادر صحبت کردی؟ نه، شاید امشب صحبت کنم. تازه شاید. چیکار کنم؟ تا حالا چند بار خواستم راجع به این موضوع باهاش صحبت کنم، ولی هر دفعه که تو چشاش نگاه میکنم دلم براش میسوزه. نکنه میخوای روز حرکت بهش بگی؟ نه، ولی هرچی هست دلم میخواد که زودتر بریم. خانواده چی گفت؟ خانواده راضی بود، مادرم راضی بود. خب برو. آره، چون میدید که نمیتونم کار کنم، نمیتونم درست. سخته برای یه کسی که کار موزیک میکنه حتی اجازه نداره بره توی استودیو گیتار بزنه. چرا؟ نمیتونستم. یعنی اجازه بده نمیدادن؟ اجازه نمیدادن برم. اون نمیذاشتم بری حتی نمیتونستم برم ساز بزنم برای یه هنرمند دیگه، برای چرا که بعد اون کار از زیر دست ارشاد رد میشد دیگه. خب هرچی که شاد مرقلی توش بود باید سانسور میشد. یعنی کلا اسم تو به عنوان هنرمند یا موزیسین نمیتونست تو کاری باشه. اوکی. نمیتونستی همینطور، یعنی اگه بخواستی بگی اسمم نباشه بری بزنی چی اون موقع میتونستی؟ اونجوری میتونستی. ولی اگه از اسمت میومدش میخواستی ازش از اون اسم از اون کردیت استفاده بکنی نمیتونستی. بعضی جاها میشد، بعضی جاها نمیشد. بعضی جاها میتونستی بری
حتی ساز بزنی بعضی جا نمیتونستی بری، مثل بعضی از استودیوها نمیشد، یعنی که استودیوها هم باید مجوز میگرفتن از ارشاد که یه کاری رو ضبط بکنن. اگه میدونم مثلا تو اینوالو اون قضیه هستی، اون کار هستی، یه کاری کردی تو اون آهنگ، یه گیری بهت میدادن دیگه. تو هیچ درگیر عشق و اینا بودی در داخل کشور؟ تو زندگی با نه. در ارتباطی به اون ساعت بودی که بخوای دل بکنی یا نخوای دل بکنی ازش؟ من کارمو خیلی دوست دارم، بیشتر از هر چیزی عاشق این کار. اوکی. این کسی بود که دیگه گفتی آقا باید بذارم کنار و برم، یا اینکه نه اصلا کسی نبود تو زندگی؟ دلبستگی اونجوری نداشتم هیچ وقت که بخوام بگم به خاطر این آدم میمونم و نمیرم، اینجوری نبود هیچ وقت. خب حالا همه مادر یه جورم راضی بودن که من بری آقا راحتمون برو. خب هیچ وقت مادر چی شد؟ مادر که با تو زندگی میکرد دیگه. مادرم بله، من به اون امکاناتی که باید تهیه میکردم فراهم کردم و اون راضی بود. مشکلی بابت امکانات رفاهی نداشت خوشبختانه. به اندازه کافی هم پول ساخته بودم که بتونم حداقل این برا ساپورت کنم برم. کم و بیشم از همون چیزایی که ساختم یا از همینجا مثلا کمک میکنم. مادر با کی زندگی میکنه الان؟ مادرم تنها زندگی میکنه. تنها ولی زندگی. خب برادرم بچه هاشون همیشه بهشون سر میزنن. من یادم میادش که تو برنامه نوروزی یکی از مهمترین بخش یا مسائلی که گفتی دلتنگی نسبت به مادرته. بله. و اینکه دوست داری اونو ببینیش. همیشه دوست داره که خیلی آرامش خوبی میده که وقتی خانواده داری، پدر و مادر خیلی آرامش میده تو زندگی. چه فکر نمی کنی که الان تنهایی، شما خودت با مادرت صحبت میکنی آرامشی میگیری. با مادر در تماس هستی؟ بله. اوکی. مثلا چند وقت یه بار باهاش صحبت میکنی؟ اون پریشب صحبت کردم، دیشب صحبت کردم. اوکی. شاید سوار هواپیما شدی مستقیم کانادا؟ مستقیم کانادا برای اولین بار. برای اولین بار. تک و تنها؟ تک و تنها. چند تا چمدون؟ یه دونه. یه چمدون؟ یه چمدون بود، یه دونه سازم. چه سازی؟ ویولونم. ویولون بود. تو با گیتارم بود. گیتارم بود، یادم نبود. خب داشتی از فرودگاه رد می‌شدی، چی گفته؟ چی؟ یه آقایی بود که تیکت فرست کلاس گرفته بودم، بعد ما آقای به صلاح چمدونامون هم می آورد برامون تا دم هواپیما. بهش گفت آقا برنگردی یا فقط برو. گفتم چرا؟ گفت برنگرد. باربر بود یا اینکه؟ باربر بود. باربر بود. آره. گفت برنگرد. تا حرف اونو گوش کردی. آره دیگه گفتم. دلتنگی میکنی؟ نه. سخت بود برات ها؟ نه. چی پس؟ دلتنگی نکردم هیچ وقت. ولی سخت بود برات؟ اونقدر سخت بود اونجا؟ سخت تو کانادا یه مقدار سخت. نه منظورم متوجه نشدی. منظورم اینه که انقدر سخت بهت گذشت که دلتنگی نکردی. بله. روزی به فکر این هستی که یه روزی چی بشه که برمیگردم تو اون کشور؟ الان نمیدونم. یعنی خب سن آدم که میره بالاتر یه خود فرق میکنه. الان نمیدونم. شاید هیچ وقت. الان میگم هیچ وقت. ولی اون موقع نمیدونم. الان میپرسی میگم هیچ وقت. من نمیفهمم تو مملکتی که کسی منو نمیشناسه واسه چی باید بخونم؟ من به شمس قول دادم که تو اون کنسرت میخونی.
باز شما از طرف من قول دادید. من هفته دیگه دارم میرم مسافرت. کجا؟ امریکا. بهت اجازه نمیدم جایی بری. من به فکر آینده‌ام. واسه تفریح که نمیرم. به والله این تصمیم تو نیست بابک. تصمیم اون دختر است. من دیگه تصمیم خودم گرفتم. میرم امریکا. کانادا چه گذشت؟ کانادا یه 2 سالی بود که درگیر گرفتن اقامت و اینا بودم که دیگه طول کشید. هیچ وقت یعنی تو ایران هیچ وقت کنسرت نشد تو ایران؟ نه. هیچ وقت رو صحنه نرفتی تو ایران؟ هیچ وقت. اوکی. بعد رفتی کانادا ولی برنامه داشتی نه؟ کانادا یه بار برنامه داشتم ولی اولین برنامه‌ام تو دبی بود. یعنی از کانادا اومدیم دبی. میتونستی وقت باز برگردی کانادا؟ آره ترافل داکیومنت گرفتم. اوکی. چند وقت طول کشید تا ترافل داکیومنت بگیری؟ 2 سال. 2 سال بس هیچ کار نکردی باز؟ نه. انتظار زیاد کشیدی بس. آره. همش در انتظار بوده شادمه. اوکی. خب رفتی کانادا 2 سال اونجا بودی، چیکار میکردی؟ از کجا در میآوردی؟ چطوری میخوردی؟ یه مقدار درآمدی بود که از ایران برام میومد ولی به اونجا نکشید برام مکدونالد کار کنم ولی کم و بیش پول ساختم. بعد 2 سالم دیگه کارم کردی کانادا اصلا یا نه؟ نه هم کار موزیک کردم. کار موزیک میکردی؟ تنظیم، ضبط؟ برای کیا کار کردی تو اون 2 سال؟ تو اون 2 سال نه توی 5 سال. 5 سال کانادا. نه اون 2 سالی که قبل از که بری برنامه اجرا کنی یا پول در بیاری؟ یادم نیست. فکر میکنم برای لیلا فروهر کار کردم تو اون 2 سال. جایی در میزدی اصلا؟ موسیقی جایی زدی؟ تو اون 2 سال هیچ برنامه‌ای هم نداشتم. بعد فقط شروعش با دبی بود ولی بعد از اون دیگه چون ترافل داکیومنت گرفته بودم میتونستم سفرهای اروپایی اینا برم. دیگه درآمدی بود کم و بیش مثلا هر چند وقت یه بار مثلا الان که یه دوری میزنیم یه پولی خیلی چیزا رو رد میکنی، خیلی از برنامه ها رو رد میکنی، خیلی از برنامه ها رو نمیری. درش چیه؟ شما کجا میدونی؟ میدونم برای میگن دلیلش شاید به خاطر اینکه با فضای برنامه زیاد راحت نیستم. فضای خیلی پروفشنالی نداره. منظورم که مثلا خب کلاب موسیقی من زیاد به درد کلاب نمیخوره. به موسیقی من بیشتر کسایی که میشیننه. متوجه منظورم میشین؟ یعنی پس جایی باید بری که همه بشینن و موسیقی تو رو گوش کنن. اگه آره ولی خب خیلی دوست دارن بیا اینجا اونجا نه رقص هم داره دیگه. خب واسه اونا چی؟ یا خیلی هم دیگه داری که توش رقص و انرژی داره؟ اونقدر نیست ولی اونقدر آهنگ نیست. اونقدر آهنگ ندارم که بخوام. خب اگه موافق هستی با هم دیگه این بخش رو نگه داریم، این گفتگومون رو نگه داریم برای برنامه بعدی و باز دوباره با هم دیگه ادامهش بدیم برای بخشی دیگه. موافق هستی؟ بسیار عالی. خب امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشید. با تشکر از شما ادامه گفتگو رو میذاریم برای برنامه بعد. رسیدیم به بخش دوم گفتگوی ما با آقای شادمهر عقیلی. آقا همچنان خوشحال هستیم که شما رو در کنار خودمون داریم. بپردازیم اگه موافق هستی به سوالات ما. شاید یه صحبتی که خیلی ها میکنن یا تعدادی میکنن این هستش که میگن وقتی ما شادمهر رو گوش میکنیم یه جورایی فضای سیاوش شمس رو به ما یادآور میشه یا همون حس صداییه. آیا هیچ نقشی داشته، هیچ ربطی داشته، هیچ تأثیری داشته توی صدای تو یا تو خوندن تو این فضا، یا اصلا واقعیت داره یا نداره؟ من هیچ وقت
نشیدی اینو؟ یا شنیدی دربارش؟ نه اینو نشیدم. نه اینو نشیدم، ولی هیچ موسیقی رو من تاثیر نذاشت حالا که بخوام اونوری برم. نه موسیقی، صدا منظورم اون صداست، خواننده، یعنی از کسی تقلید نکردم هیچ وقت. اوکی. نه تقلید، تحت تاثیر. مثلا نوع ملودی نه هیچ وقت. اوکی. صدای خواننده‌های دیگر رو خیلی دوست دارم، ولی هیچ وقت ربطی نداره. من یه ملودی درست میکنم، میدونم به صدای خودم میاد، خودم بهتر میتونم ملودی رو اجرا کنم. بعد خودت برمی‌داری. اینم سخته البته. تو یه سری میگن خب همه خوب و واسه خودش برمی‌داره میخونه دیگه. میگن اینو نه؟ خیلی چیزا میگن. خب چی داری بگی واسه اون؟ تو خیلی از خواننده‌ها کار کردی. این نمیپرسم خب شاید به مثلا این اگه خوبه خودش رو نخوندی، یا شاید به اون آهنگر کاشکی به من داده بودی که خودت خوندی. چه جوابی داره؟ یکی دو بار اینو شنیدم، ولی خب بعد از آهنگ بود. اگه قبلش میگفتن من آهنگ خوب دارم، همیشه دارم، اگه به صدای خواننده بیاد مشکل ندارم، من احتیاج ندارم، دارم، اینقدر تو سرم هست که بخوام به هر کی تمام کل خواننده ها رو میتونم بدی. اوکی. و چیز خاصی برای خودت انتخاب نمی‌کنی یا چطوری متوجه میشی که این آهنگ به درد من میخوره ولی این آهنگ مثلا به درد یه خواننده دیگه میخوره؟ من تقریبا صدای اون کسایی که شنیدم، اگه مثلا برای صدای کسی درست کرده باشم کاری رو، معلومه قشنگ این صدا این آهنگ میخوره. حتی دوستام هم سوال میکنن، مثلا میگن که چقدر خوب میشه اگه این خواننده مثلا این آهنگ رو بخونه. راحت ترین خواننده باش کار کردی تو استودیو کی بوده؟ مستی بود. مستی. آدم خوب. سخت اینه کیه؟ سخت اینو کار نمیکنم. نه چه میگه آقا من اصلا خورد شده از دست اینا. از چه لحاظ؟ از لحاظی که نمیتونه بخونه یا اینکه مثلا قور بزنه؟ از این کدوم؟ قور بزنه که اصلا وجود نداره. اوکی. قور بزنه میگم خداحافظ، ولی اگه نتونه بخونه سعی میکنیم بخونه دیگه. اوکی. نمیخوام بپرسیم کی، چون نمیخوام بگم کی سخت‌تر بوده واسه برای خوندن، ولی خب اگر طرف ناراحت بشه یا ناراضی باشه میگه آقا آهنگم پس بده، خدا به شما برو. این قسم نداد برو. اوکی. یعنی این چیزو داری تو، این کاراکتر داری. تا حالا پیش اومده این اتفاق؟ یادم نیست که با یکی تو استودیو بیا برو. نمیخوام بپرسم کی، ولی پیش اومده یا نیومده؟ تو استودیو نه، هیچ وقت پیش نیومده. بیرون استودیو پیش اومده؟ بیرون استودیو آره پیش اومده. خواننده بوده که بیاد به تو بگه بیا واسه من یه آهنگی بساز، بگفتی من نمیسازم؟ آره خیلی ها. چرا نمیساختی؟ خواننده معروفه بوده یا مسرحی بوده؟ نمیتونستم. چرا؟ صداش اون انگیزه رو نمیداده که بخوام ملودی بسازم برای اون خواننده. یعنی باید با صدای طرفم ارتباط برقرار کنیم. فقط پول نیست که، باید پول نمیکنم این کارو، احتیاج ندارم برای پول آهنگ بسازم واسه کسی. من از مستی هیچ پولی نگرفتم. هیچ نگرفت؟ هیچ. از کمپانی که دادی بهش چی؟ هیچی. آیا اون کمپانی تو رو ساپورت مالی میکرد اصلا یا نمیکرده؟ کمپانی وجود نداشت اونقدر. کانادا رو میگی؟ آره دیگه. کمپانی نبود. شاید یه مدتی 4 تا آلبوم درست کرده بود دیگه. آره. منشه خوش زبان. آره. کمپانی نبود. هیچ دریافتی چیزی نکردی؟
گفتی من کار میکردیم برای برنامه ها که میرفتیم پول در میآوردیم، خوب پول در میآوردیم نسبتا. چون منیجت هم میکردی؟ آره. اوکی. سخت بود یا آسون بود کار کردن باهاش؟ اوکی بود. اوکی بود. آره. آدم خوبیه، آدم خوش سفریه. چی شد کندی اومدی لس آنجلس؟ کانادا رو نمیتونستم تحمل کنم. خب الان مشخص شد که ایران نمیتونی تحمل کنی چون سخت بود واسه، ولی کانادا آزادی داشتی. ولی کانادا چی نداشتی که تو کانادا که اومدی لس آنجلس؟ کانادا چون خودت حاضر نیستی تو کانادا باشی به خاطر اینکه هواش خیلی بده، هیچ وقت دپرس میشدم. دیپرس نمیشی، یخ میزنه. یخ میزنه چی؟ تابستونش هم خیلی بده. و ایرانی ها خیلی تو همن اونجا، اینجا از هم جدا هن. اونجا تو خیابون هم میری باز میبینن، هر کاری میکنی میفهمن، داری رد میشی میبینن. خود راحت نیستم با این موضوع. اوکی. تو کانادا هم به اون صورت حرکت و تحرک تو کار موسیقی نیست؟ نه؟ نه. خب یه سری آدم های هستن که در ایران خب کار میکردن دیگه و یه سریشون با گوگوش مثلا اومدن به آمریکا، مطمئنا میشناختیشون دیگه، مثل دهقانیار، مثل ریاحی، مثل امینی، اینا رو میشناختی. آیا اینا که با هم دیگه در ایران بوده شما هیچ با اینا چطور کار کردی؟ برنامه دهقانیار رو من حقیقتش ندیدمش از نزدیک، یعنی همیشه تعریفش شنیدم که جزو آهنگسازای خوب، ملودیای خوب ساخته بود. موقع تو تلویزیونم کار میکرد زیاد. هیچ وقت ندیدیش از نزدیک؟ نه. اوکی. بقیه‌شون چی؟ بابک امینی رو دیدم و یکی دیگه کی بود؟ ریاحی؟ بابک ریاحی بود. بابک ریاحی تو ایران بود، یادم نه. گروه داشتیم. اونا میزد با گروهتون؟ آره بیس میزد با ما. اوکی. اینا همشون دوست داشتن اینجا زندگی کنن، دوست داشتن یه شکل و فرم اینجا باشن، ولی به اون صورت نمیتونستن از اون ور دل بکنن. چه فرقیه بین اونها با شادمهر عقیلی که اونها میتونن مثلا تو اون فضا زندگی کنن و تو نمیتونست؟ شما کجا میدونیم میتونن زندگی کنن؟ خب موندن دیگه. خب برای اینکه اونجا الان راحت ترن، اونا مشکلی ندارن از این بابت ها، کسی بهشون کاری نداره. چرا با تو کار داشتن؟ خب برای اینکه من معمولا همیشه خواننده بیشتر تو چشه دیگه، بیشتر بشه میتونن گیر بدن. خب پس من فقط خواننده نیستم، بیشتر نوازنده هم. یه بخشی رو صحبت نمیتونم من برای کسی ساز بزنم جایی، نمیتونم کنسرت خواننده‌های دیگه برم به عنوان نوازنده وایسم. این بیزنس اجازه نمیده این کارو بکنی. خود درست میگم؟ درسته. حتی اگه دوست داشته باشی. خیلی دوست دارم ولی نمیشه یه خواننده داره میخونه و بگن شاید من عقیلی داره برای این ساز میزنه و خب بعد اون موقع حالا هر اتفاقی هم بیفته اون موقع اون خواننده ناراحت میشه که ممکنه این بیشتر توجه گرفته به عنوان یه نوازنده. شاید اومدی لس آنجلس، یادم میادش که اولش که اومدی لس آنجلس با یه تور شروع کردی، درسته؟ خب تور رو شروع کردی، اومدی چند تا شهر برنامه اجرا کردی؟ چند تا شهر برنامه اجرا کردی؟ فکر کنم 10 تا. 10 تا. هر 10 تاش رفتی؟ بله. اوکی. چطور بود؟ استقبال مردم چطور بود؟ میشناختن؟ بله. شهرهای دیگه هم میشناختن؟ بله. اوکی. بعد تصمیم گرفتی که آیا قرار بودش که بیای اینجا و به ماندگار بشی یا قرار بود برگردی به کانادا؟ برنامه این بود که بمونم، ولی خب اونجا نمیتونستم تو کانادا بگم که میخوام برم بمونم چون ممکن بود نشه. ولی اینجا موندگار شدی و لس آنجلس انتخاب کردی برای زندگی. لس آنجلس، کالیفرنیا، هر جاش باشید مهم نیست. دوست داری اینجا
اوکی. این تجربه از تو همه جای دنیا رفتی، برنامه اجرا کردی، تجربه نسبت به از اینجا چیه؟ مردم اینجا چیه؟ این موسیقی لس آنجلسی که همیشه صحبتش هستش، حالا که اومدی اینجا این چه فرقی داره؟ یعنی چی لس آنجلسی؟ ما نمیفهمیم. من نفهم. دو ایران یه مدت بود میگفتن این موسیقی اونم توی صدا سیما موسیقی که موسیقی رقص ایرانیه به دلیل اینکه بعد از انقلاب موسیقی که تو ایران نبود، پس هر آهنگ رقصی می اومد، هر موسیقی می اومد از لس آنجلس، فقط تنها از لس آنجلس بود که می اومد دیگه. و چون تلویزیون هم تو لس آنجلس بودن، پس اینجا بیشتر رشد کرد نسبت به ایران. مجبور بودن برای اینکه به هر حال بیزینسشون اینجا این بود، کار دیگه ای نمیتونستم بکنن. امروز که تو خودت هیچ وقت درباره موسیقی لس آنجلسی صحبت می‌کردی یا این لس آنجلسی ها؟ ببین مسئله لس آنجلسی ها یه جمله است که حتی تو تورنتو هم که تو میری میگن اینا لس آنجلسی ان. این فرق این لس آنجلسی یا هنرمندای لس آنجلسی برای خودت تو امروز که همه جاها رو تجربه کردی، زندگی کردی، بخش از عمر تو در ایران گذروندی، بخشش در کانادا و بخشش در لس آنجلس، بخش کمترش در لس آنجلس در واقع نسبت به اون دو جای دیگه، چه فرقی داری؟ هر جا که بتونی راحت باشی، خوب کار کنی. نه آیا این حسادته یا این نوع دیگه ما رو میبینن، یا لس آنجلسی ها شاخ دارن، یا لس آنجلسی ها کارشون فرق میکنه؟ چیه که ایرانی ها همیشه یه چیزه که از دور همیشه برامون گنده است. اوکی. اینجا هم خیلی موزیکی که از ایران میاد دوست دارن، خیلی درسته میگم موزیک بچه های ایران. الان نه از شاخ دارن، نه فرق میکنن. ایرانی هممون. امروز جالبیش این هستش که امروز تو در یه استودیوی هستی که یادم میاد اولین باری که با صحبت کردم گفتم بیام هم یه مسابقه آنکاد داشته باشیم، گفتیم من برای تو منتها سیاهه. بعد گفتم که چرا از اونجا آدم میترسه. امروز درست همین حالتی که داشتی تعریف می‌کردی، خب ترسی که نداشتی، داشتی شوخی می‌کردی، ولی امروز دیدی اتاق آبیه به جای که سیاه هم باشه و داشتیم با هم صحبت می‌کردیم. درست همین حالته که از بیرون یه جور دیگه ماها دیده میشیم، یه شکل دیگه بهمون نگاه میکنن، ولی امروز تو لس آنجلسی هستی درزه، اینم یه فضای دیگه ایه. بریم از نوع خوندنت، کاری که اجرا میکنی، برنامه‌ای که اجرا میکنی، کنسرتی که در لس آنجلس اجرا میکنی، همه اینها و یه صحبتی کردی که جدامی در عید نوروز گفتی من خوندن رو دوست ندارم و خب مردم میخوام بیان تو رو ببینن که میخونی. آیا این مسئله تراپی شده یا هنوز خوندن رو دوست نداری، یا اینکه به هر صورت کسی که میاد تو رو ببینه؟ خواننده همیشه دوست داره بخونه. خواننده اوکی. یعنی شما کسی که عشق خوندن دارن، هنوز هم عاشق خوندن، میخونن، تو هر مجلسی هم بهشون بگن بخون میخونه، چون دوست داره بخونه. به من بگن اینجا بخون یا ساز بزنم، ساز میزنم. این کار رو بیشتر دوست دارم. مردم منو به عنوان خواننده میشناسن، به عنوان آواز خوان میشناسن. من میتونم بگم این کار رو بیشتر دوست دارم. اگر یه کاری هم دارم انجام میدم به عنوان امورات زندگیم، اجازه دارم بگم این کار رو بیشتر دوست دارم. اوکی. کنسرت‌های مختلفی داشتی و من برام چندین کنسرت با هم کار کردیم. امروز روی صحنه فرقش با دیروز چی بوده؟ امروز روی صحنه به چه شکل و فرمی هستی؟ 4 روزی که مردم میخوام برن به کنسرت تو،
چه توقعی رو دارن، تو چجوری هستی، چه آمادگی رو برای خودت داری. آمادگی از چه لحاظ؟ از لحاظی که حالا این بار میخوام برم رو صحنه و این کارا رو انجام بدم. همیشه یه برنامه‌ریزی میکنی برای هر برنامه که بعد ببینی برنامه چقدر گنجایش داره که چی کار رو بکنی. یه سری تدارکات میبینی. میشینم تمرین میکنم. معمولا تمرین نمیکنم، وقتی کنسرت دارم تمرین خوندن میکنم. خاطر همین اگه مثلا توی مهمونی بگی بخون یا ممکن شعرم یادم نیاد، ولی کنسرت که دارم همیشه تمرین میکنم یه ماه قبلش تو خونه جلو آینه. راستی؟ جلو آینه؟ جلو آینه. چیکار میکنی جلو آینه؟ میستی یا میشی؟ میستم ویولون میزنم میخونم کل ست رو یا این که کل مثلا آهنگا رو از اول تا آخر میخونی؟ فیگورا رو هم چک میکنی یا اینکه نه فقط به خوندن کار داری؟ فیگوری که ندارم اومد، ولی سعی میکنم بیشتر از این قیافم کجی که بله نشه. نه خیلی عالی. شاید برید خواننده های امروز ایران رو شنیدی دیگه حتما و خب در زمانی که تو در ایران بودی این نوع موزیک اصلا اجازه نداشتش که کسی دربارش حتی فکر بکنه به عنوان خواننده. بعد خب ما آهنگای مختلفی شنیدیم از بچه‌ها و یا آهنگای شنیدیم که دیگه به گفته از اون خطی که صحبتش می‌کنیم یا خط قرمز خیلی فراتره و شعرها، آهنگها، این موسیقی رپی که اجرا میشه یا هیپ هاپی که اجرا میشه، درباره اون چی فکر کنی؟ موسیقی هنوزم تو ایران مسئله داره، هنوزم آزاد نیست، هنوزم فیلتر میشه، ولی اونایی که هستن تو تلویزیونای مثلا دبی و اینا میبینین اونا همه زیرزمینیه، موسیقی رو درست میکنن دیگه، در رفته از کنترل، یعنی کار میکنن ویدیوشون هم درست میکنن دیگه کارشون ندارن. تو ایران خوب بلدن چجوری گنده نکنن آدم ها، یعنی مثلا اگه یکی میخونه کارش ندارن، چون اگه کارش داشته باشن طرف گنده میشه. خب چرا با تو کار داشتن؟ من مشکلم بود که نمیتونستم کار کنم، مشکلم بود که نمیتونستم راحت کار کنم، میخواستم آزادانه کار کنم، میخواستم درآمد داشته باشم کار کنم، چون کارم موزیک بود. اینایی که الان کار میکنن کارشون موزیک نیست، یعنی فقط کار میکنن میخوان معروف بشن یا ویدیویی بدن، در این حده. ولی اگه بخوان اجازه بدن توی یک ارگان کار بکنن نه، نمیتونن هیچ وقت کار بکنن توی. چرا مثلا این آقای موسیقی شاد رو اونقدر شاد و همون چیزایی که شما از ایران میاد میشنوین اونا رو هیچ وقت اجازه نمیدن، هنوزم اجازه نمیدن. خب مثلا بنیامین مگه اجازه با جواز نیستش؟ بله. خب اون مگه موسیقی شاد یکی دو تا موسیقی مثلا یکی دو تا موزیکش مثلا اومد بیرون تو فکر میکنم از طریق شرکتایی که دوستای خودم بودن اونا دادن و اون یادم بعد از اون یکی دو تا از شرکت‌ها اصلا تعطیل کردن توی لاله‌زار، یه مرکز موزیک و سی دی و اینجور داستانا بود، رفتن همون الکتریکی شد. چی الکتریکی شد؟ الکتریکی شد، الکتریکی مغازه‌های الکتریکی آها فلان اینا تعطیل شد، عملا تعطیله. هر کی کار میکنه پولی در نمیاره از این موضوع. من اینکه مثلا احسان خواجه امیری آهنگی که میخونه تو اون ریتمو داری میشنوی، اون ریتمی که ما در لس آنجلس هم داریم هست، تو تلویزیون هم میخونه، تو سریال هم میخونه و هست، حضور داره، پولم در میره حتما دیگه. از این از که شما ویدیو ندی، تصویر به قول معروف در شأن اونجا باشه، از اون لول بری بالاتر اجازه نمیدن. حتی
محمد اصفهانی هم الان بده ویدیو بده دو تا دختری برش برقصن، خب معلومه اونم حالا نرقصن ولی پول در بیاره، یا اینکه نه نرقصن هم مشکله. یعنی محمد اصفهانی هم قانونی داده دیگه اونجا، شما باید بر اساس اون قانونش کار کنی، نمیتونی بیشتر از اون عمل بکنی. صدا سیما قانون خودشو داره، ارشاد قانون خودشو داره، نمیتونی. یعنی آیا محمد اصفهانی الان تو ایران پول در میاره یا آیا ارسال خواجه امیری پول در میاره؟ 100% همشون در میارن. ولی اگه مثلا یه ویدیوی آنچنانی بدن خب نه. یا مثلا میگن تلویزیونایی که خارج از کشور هستن، تلویزیونای من این چیزی که اون موقع آدم میگفتن یادم تبلیغ بر پرواز و اینا رو پخش میکردن، تلویزیونای لس آنجلسی گفتن این تلویزیونا هر کی با این تلویزیونا کار کنه بعد از این تمام هیچ کار نمیتونه بکنه. الان هم همینه. شما الان یکی از خواننده‌های ایرانی رو که ویدیویی که به قول معروف ویدیوهای بیرون از ایران باشه بخواد درست کنه جایی غیر قانونی، شما بخش کنیم اون آدم ممنوع کار میشه. مگر اینکه مثلا تو خود ایران یا صدا سیما مثلا پروژه مال صدا سیما باشه شما پخش میکنید میگه کاری نه شما کاری دارن نه اونا میتونن کاری داشته باشن. از موسیقی زیرزمینی چی فکر کنید درباره‌شون؟ درباره این بچه‌ها خیلی خوبن. خوبه خیلی، برای که موزیک زیاد گوش میدن، استعدادشون خیلی خوبه. خیلی. کی گوش میکنید خودتون؟ من فقط تنظیم‌ها رو گوش میدم، خواننده و چیز مد نظر ندارم. من ارنجمنت‌ها رو گوش میدم. دوست داری؟ از لحاظ تکنیکی چی؟ آیا موسیقی ایران امروز از لحاظ تکنیک استودیویی و ارنجمنت‌ها خوبه یا اینکه نه؟ خوب هستش. اوکی. خودت با خواننده‌های مختلف کار کردی و آیا خودت ضبط میکنی یا اینکه استودیو ضبط میکنه؟ نوع عملکرد خودت چطور هستش؟ کجا؟ تو نسبت به خواننده‌ها یا نسبت به آلبومایی که ضبط میکنی؟ الان دیگه خودم ضبط میکنم همیشه خودت ضبط میکنی؟ آره. مگه اینکه بخوام مثلا یه سازی بزنم که دیگه نتونم با کامپیوتر، مثلا دوستامو میگم بیاد اون بشینه پای کامپیوتر چون اونام بلدن. دوستای من هم پروفشنال خوبن، بهتر از منن، اونا میان میشینن رکورد میکنن. ولی سیکونسینگ کار اینجوری خودم میکنم همه رو خودت انجام میدی. اوکی. از لحاظ درآمدی خوبه الان خدا شکر؟ خوب هست. من از آهنگسازی اونقدر پول در نمیارم. اگه کار بکنم مثل کسای دیگه میشه نسبتا، ولی زیاد کار نمیکنم. چرا؟ حوصله‌شو ندارم. حوصله آهنگسازی رو ندارم؟ حوصله این که کار کنم زیاد ندارم. دیل کردن با بقیه؟ آره. اون حوصله ندارم. سختن؟ کم و بیش. تو لس آنجلس که خیلی حالا نمیخوام بگم ولی چی؟ اکثریت میشه گفت توی ارمنیا عالی هن، چه خود آمریکاییایی که با ایرانیا کار میکنن اونا خیلی خوبن، ولی یه سری دیگه اصلا تعطیلن، یعنی اصلا هیچ کدوم؟ هیچی نمیدونن. آهنگسازا؟ آهنگسازا تنظیم کننده چی؟ الان دیگه آهنگسازا و تنظیم کننده یکی شدن، خواننده هم که آهنگساز شدن. درباره این مسئله چی فکر کنی که خواننده آهنگ میسازن؟ خواننده هایی که مثلا مثل سیاوش قمیشی آهنگ میسازن، اول آهنگساز بوده، ملودی سرا بوده، بعد خودش خونده، صدای خودش به آهنگش میاد، این خب خوبه، چیزی که خوبه رو نمیتونه انکار کنی. ولی یه سری که معروف بودن، بازار خوبی داشتن و الان شدن خودشون آهنگساز، دلیلش که پایین اومدن به خاطر اینکه خودشون شدن آهنگساز. یعنی میگن شعورش انتخاب ملودی
تنظیم، این همه باید با هم مچ بشه که بتونه اون کسایی که اگه یاد باشه همه زمانی برای خودشون کسی بودن الان لولشون خیلی پایینه، ولی خودشون باور نمیکنن، فکر میکنن هنوز همونجان. از که اینجوری نیست، باید کار کنی، باید هر روز فکر کنی، باید همش فکر کنی که نداری، میخوای یه چیزی بیشتر گیره بیاد تو این کار. پولو نمیگم. این ویدیوهای ایده کیه؟ ویدیوهای تو؟ ویدیو الک. آیا ایده تو هیچ وقت نقشی داشتی؟ کم و بیش. چون تو همه ویدیوهای تو یه نفر تو این چند وقته یه نفر کشته میشه، یه نفر از بین میره، یا خودت بودی یا با تیر میزنی یکی دیگر رو میکشی، یا اون دختری که توی ویدیو هستش میره. این یه سیگنیفیکنسی داره، یه دلیلی داره، یا آخرش که معلوم نشد کی میره. بالاخره یکیشون میره دیگه، یکیشون از بین میره دیگه. دیره خطا میره دیگه بالاخره یکی از بین میره توی ویدیو. تصمیم خودته، نقشه خودته، یعنی با تو صحبت میشه ما میخوایم این ویدیو رو بسازیم و تو میگی آقا من میخوام. من نمونم مثلا زنگ میزنم با الک که صحبت میکنم، میگم الک میخوام یه ویدیو درست کنم، آیدیایی داری؟ میگه آره. میگم خب آیدیا چیه؟ مثلا میگه اینه. میگم اوکی ببینی به موزیک من میخوره؟ مثلا میگه آره میخوره. بعد شروع میکنه. اوکی. شادمهر عزیز، یه سری آدم ها هستن که تو ایران امروز، یا بهتر بگم چند سال پیش، به تو گیر میدادن، یعنی خود به خود با تو مشکل داشتن تو دوره موسیقی. و یادم میاد حتی یه زمانی واسه تو آهنگ هم حتی ساختن. کی؟ یعنی آدم فروش رو برداشتن بعد رو تو پیاده کردن که تو آدم فروش رو، بعد اومده بودن آهنگ ساخته بودن بر علیه تو، رو آهنگ آدم فروش خود تو. حتما شهری دیگه. چیه را؟ دلیلش چیه؟ دلیلش چی بوده؟ روی آهنگ آدم فروش آهنگ ساختن. آره دیگه، رو آدم فروش برداشتن، شعرش عوض کردن درباره تو گفتن اون وقت مثلا. نشدی؟ نه. اوکی. خب بس خبر بگم. مثلا آهنگ آدم فروش رو برداشتن، شعرش رو برداشتن و بعد مثلا میگن که تو آدم فروش بودی یا تو داره بودی که گذاشتی رفتی یا از این حرفا. این گروهی که با تو مشکل دارن اینا کی هستن و چرا با تو مشکل دارن؟ فکر نمی کنم مشکل داشته باشن. حسادته؟ نه. چیه؟ میخوام مطرح بکنم. همیشه معمولا میگن اگه میخوای مطرح بشی به یکی گیر بده که یارو حداقل یه لولی داشته باشه. آها. که بگن که فلانی طرفو. با یه آدمی دعوا کن که گردن کلوف باشه که اسم در آره دیگه. اوکی. دلیلش اینه. آره. یعنی چیز شخصی نبوده با هیچ کسی توی داخل. کسی نمیبینم که بخوام مشکل داشته. آیا هیچ دوست هنرمندی داشتی تو ایران؟ مثلا هنرپیشه سینما باشه، خواننده باشه؟ کیا بودن مثلا؟ نزدیکترین دوست هنرمندت کی بود؟ هنرپیشه‌ها رو من نمیخوام بگم که حالا بس فردا براشون مشکل درست چرا این دوستی که دیگه مشکل نداره دیگه. آره ولی خب کم و بیش تقریبا با خیلیشون دوست بودم، با هنرپیشه‌های خوب. اوکی. خود هنرپیشه خوب منظور پرویز پرستویی بود یا خوب دوست خیلی خوب من بود. اوکی. هنرپیشه قدیمی بودن، پوری بنایی بود، کارگردانا بودن، اوکی. فوتبالیستا بودن. کدوم فوتبالیست؟ دیگه اونو نمیتونم بگم. استقلالشون نمیتونم. گروه داری با یه گروه خاصشون دوست بودی؟ موقعی که مثلا اگه میگفتم اگه با این دوستان پرسپولیسیان، اون دوستان استقلالیان، اینا از دست من شاکی میشدن، اونه که از دست من شاکی میشدن چرا با اینا دوستم. و خوب دوست بودم. با همه دوست بودم. خب بعد با خواننده ها چی؟ با هیچ کدوم از خواننده ها دوست بودی؟ بله. با کی؟ با اکثر خواننده ها دوست. یعنی رفت آمد داشتی؟ یا الان در تماس با هیچ کدومشون هستی؟ در تماس نیستم. نه نیستی؟ با هیچ کدومشون موزیسیانو خیلی دوست بودم. اون زمان با هیچ کدوم بودش که در رفت آمد داشتی؟ نه.
رفتم هیچ وقت داشتم. هیچ وقت نداشتی؟ خیلی جالبه. این دوست دارم این مسئله را که اینقدر تو فاصله داشتی داری. آمریکا، در آمریکا و این مثلا هنوز ازدواج ادامه داره؟ سواله. راضی هستی؟ بله. راضی هستی؟ فکر کنی ازدواج توی کار یه هنرمند میتونه بهش لطمه وارد کنه به یه خواننده یا نه؟ 100% لطمه وارد میکنه. اگه اشتباه باشه آره. نه برای این طرفداراش شادمهر زنگ گرفته. من یه نفر یادم میاد بعد از عید نوروز که تو گفته بودی برای من ایمیل زده بودش که این دروغه، من باور نمی کنم، این من عاشق شادمهر هستم و شادمهر این دروغ گفته. فکر کنی لطمه وارد میکنه به تو؟ اگرم لطمه وارد بکنه من به عنوان یه آدم عادی زندگی یعنی اجازه دارم که زندگی خصوصی داشته باشم برای خودم، یعنی زندگی خصوصی خودم به خودم مربوط میشه، ولی بیرون رو استیج رو صحنه ازش فرق میکنه. خب ولی زندگی خصوصی من هر روز که رو صحنه نیستم، اون یک آدم، اون انسان حق دارم مثل آدم های دیگه زندگی کنم. عاشق شدی؟ نه عاشق ازدواج کردی؟ خب وقتی با یکی راحتی دیگه مشکلی نداری. مشکلی که یعنی وقتی یکی بخواد اذیتت بکنه هی دائم بپره باید بپیچه، خب اون نمیشه، اون عملی نیست اصلا. این آدم تو کارت هم تأثیر میذاره. یعنی این آدم میذاره تو کار خودتو بکنه و کاری به کارت نداره. صحبت از موسیقی لس آنجلس، موسیقی که اینجا داریم زندگی میکنیم باهاش و فضایی که تو داری، آیا موسیقی تو هم الان زهردار شده یا نه؟ این لغت زهر استفاده میکرد. موسیقی زهردار نیست هیچ وقت به نظر من، تصویری که زهردار میکندش. اگه من یک کار اشتباهی میکنم، نه یادم یادش گفتی این آهنگه رو گفتن نه باید این ساز زهر داره، اینو باید در بیاریم چون لس آنجلسی نباشه. آیا موسیقی تو الان اون فضا رو داره؟ اون قانونهای تلویزیون بود که تلویزیون ایران بود، ولی الان این موسیقی ها هیچ کدومشون جایی داره تو اون فضا یا نه؟ هیچ وقت به نظر من میپرسین؟ از نظر من اصلا موسیقی هیچ وقت زهردار نیست. همه مدلش خوبه، هر سلیقه‌ای دیگه، ایده هر آدمی روی کارش معلومه این موزیک مال این آدمه، این موزیک مال این آدمه. زندگی برای تو چه معنی داره؟ من از زندگی فقط آرامش میخوام. چه آرزویی داری که بهش دست نیافتی هنوز؟ باورت میشه دوست داشتم خوب بیارم میزنم، یعنی در اون لولی که خودم همیشه فکر میکردم. چرا نمیزنی؟ نمیتونم. نمیتونی یا نمیخوای؟ نمیتونم، یعنی که شرایط جسمانی هم خیلی ربط داره به این موضوع. یعنی خب سنت که پایین تره، بیشتر تمرین میکنی، بیشتر وقت داری که تمرین بکنی، دنبال درآمد نیستی. یه زمانی من روز 10 ساعت هم ساز میزنم، الان روزی 5 دقیقه هم ساز نمیزنم. چرا؟ عشق دیگه نیست؟ فکر را عوض میشه. در واقع میگم مثلا شاید یه روز بشه اصلا من نمیخونم، مثلا یه کار دیگه دارم میکنم، نمیدونم. خودت توی آهنگساز هستی، یه آهنگسازی هستی که آهنگای خیلی خوبی میتونی بسازی، آهنگای خیلی خوبی ساختی تا حالا، خیلی از خواننده ها دوست دارن کارای تو رو بخونن، ولی یه آهنگی از تو در اومد
که یا آهنگ یونانی بود یا چیز بودش که تو روش خونده بودی و تنظیمش عوض کرده بودی. هیچ دلیل خاصی داشت؟ خوشت اومد از این آهنگ رفه؟ آره چی بود؟ ملودیش رو دوست داشتم. خب یه شعر پیدا کردم که روش میخورد به هم، خیلی به هم خود. 3 تا آهنگم از آهنگای یونانیه. 3 تا از آهنگ. این آلبوم جدیده؟ این آلبوم جدید مشکوک. مشکوک، آره همون مشکوک بود. آره یادم میادش. و یادم میادش که یکی از این سایت‌های آمریکا شروع کرده بودش که آره این آهنگو ایشون از یه جای دیگه برداشته و این گفته من آهنگسازش هستم، من اینو ساختم و نسبت به این مسئله یه هیاهوی زیادی را انداخته بود. هیچ وقت دیدی اون مسئله رو یا ندیدی؟ شنیدم راجبش، ولی همه جا گفتم که آهنگساز آهنگ مشکوک، آهنگ بیتو و آهنگ چند روز دل دیوونه، اینا آهنگسازش من نیستم. فقط یه اجرای دیگه کردم. همینطوری گوش میکردی؟ چه موزیکی رو گوش میکنی خودت؟ همه مدل موزیک. همه رو گوش میکنی؟ کسی بهت میده یا خودت میری دنبالش؟ خودم میری دنبالش. از چه انتقادی بیزاری و دوست نداری بشنویش؟ آیا از هر نوع انتقادی بدشون میاد؟ بعضی اصلا میگن نه آقا درباره کت شلوار من بگی یا درباره تیپ من بگی مشکل نیست، ولی درباره موسیقی من مثلا تو حرف نزن، نمیدونی حرف نزن. چه چیزی هستش که تو رو ناراحت میکنه؟ کدوم بخشی از انتقادها برای تو اهمیتی نداره و چه بخشی برات اهمیت داره و رو تأثیر میذاره؟ راجع به موسیقی هر کی حرف بزنه هیچ مشکلی نیست، یعنی نظرشه. نظرم از اونجایی که تحمیل نشه نظر هیچ اشکال نداره. هر کی میتونه نظر خودشو بده. اوکی. درباره چی؟ در مورد اینکه آقا الان چی بگو، آقا الان این حرف رو بزن، آقا الان این مشکل ماست فلان، راجع به این حرف بزن. تو با یه منیجر کار میکردی کاملا این کنترل اینجوری داشت. منیجر خوش‌زبان یادمی هستش که آقا این چیزو بگو، الان این کارو بکن، الان نه مصاحبه نمی‌کنیم نه فردا مصاحبه می‌کنیم. چطوری تونستی باش کار کنی؟ خب من کار خودم کردم، یعنی تا اونجا حرف خودشو میزد ولی کار خودت می‌کردی. اوکی. خب با هم کنار چطوری می‌اومدی؟ دوست بودی؟ دوست بودی این کنار رو نگاش کنی میگی که خب این مثلا نسبتا سنش بیشتر است ولی خب مثلا 2 سال بیشتر از من بزرگتر نبود، خاطر هم زیاد تمام دوستاش مثلا هم حرف شنایی داشتن ازش، ولی من هیچ وقت از کسی حرف شنایی ندارم. نمیشه خودش کار خودم میکنم. اوکی. تو ایران امروز مسائل مختلفی پیش میاد، مسائل مختلفی هستش. فضای جوان‌ها رو میبینی، سر صداهای زیادی که در وقت‌های مختلف پیش اومده واسهشون. چی فکر میکنی تو؟ یا چه حرفی داری براشون برای گفتن؟ در مورد چی؟ چه حرفی بزنم؟ خب میبینی دیگه اتفاقاتی که در کشور میفته. نظرت چیه نسبت بهشون؟ نسبت به بچه ها، نسبت به جوان ها؟ فقط میتونم بگم ناراحت میشم ولی کاری از دست من بر نمیاد. آدم سیاسی نیستم که بتونم کاری برای کسی بکنم. من فقط یه خواننده کاری بتونم برای کسی انجام بدم ندارم چیزی تو دستم که بخوام کمکی بکنم از این موضوع به کسی. هیچ وقت
فکر فردا رو کردی که فردا برای تو چه شکلیه، چه حالتی خواهد بود؟ همیشه چیه؟ فردا برای تو چه معنی مفهومی داره؟ فردا رو چطوری میبینی اصلا؟ فردا رو همیشه به دنبال آرامش بیشتر و پرونده بهتری از خودم توی این کار داشته باشم. خب یه سوال دیگه ازت دارم، چون برای خیلی از طرفداران این مسئله بوده. تلفن ها من گرفتم یا ایمیل گرفتم که ما شنیدیم شادمهر عقیلی اعتیاد پیدا کرده، معتاد شده و این حقیقت داره یا حقیقت نداره؟ دوستم خودت دربارش صحبت کنی. قیافم میخوره به معتاد. نمیدونم، برای همین ازت پرسیدم. دوست دارم دربارش جواب بدی. طرفدارات مطمئنا دوست دارم بشنون این مسئله رو. من همیشه ورزش میکردم، الان هم همینطور. فقط 8 ماهی هست که ورزش نمیکنم. من بخاطر اینکه سرجری داشتم، عمل جراحی داشتم کمرم و اونم تو ورزش اتفاق افتاد. چی شد؟ دیسک کمرم پاره شد. اوه، دردناک بد باشه. بله خیلی. اوکی. یادم میاد زمانی که باهات صحبت میکردم و درباره داریوش صحبت میکردیم که عمل دیسکی کمر کرده، گفتی علی چیز مهمی نیستش، منم انجام دادم، یه فقط دوران نقاهتش یه مقدار طولانیه ولی هیچ چیزی نیستش و بهترم میشه. مال تو بهتر شده؟ قبلش آره خیلی بهتره. قبلش خیلی بدتر بودن که باید میرفتم مسافرت و نشستن تو هواپیما خیلی سخته. و جراحی میکردم. من رفته بودم جامائیکا، تو ساحل دویدم، بدتر شد دیگه، مجبور شدم بیام جراحی کنم. چرا مردم فکر میکنن هر کسی که تو کار هنری هستش یه نوعی وابستگی یا اعتیاد داره؟ خب الان این به تو هم برچسبی هم بودش که به تو بودش که تو الان داری میگی من یه سری از مسئله هنرمندا اینجوری هن، به آدم های عادی بیشتر هستن اگه بخوای حساب بکنی، چون کاری ندارن که انجام بدن. بیشتر میتونن رو به اعتیاد باشن. هنرمند اونایی که طرفش میرن مطمئنا به خاطر این رفته که فکر کرده چیزی توی کار هنری میتونه از این، یعنی اگر مثلا میگم سیگار بکشه میتونه یه چیز آیدیای بهتری مثلا توی این مسئله پیدا کنه، یعنی موقعی که هایه میتونه بهتر خلق کنه. خیلی اصلا اینجوری هم دایرکتورها، خواننده ها یا موزیسین ها فکر میکنن کار بهتری میتونه انجام بدن، از اینجوری نیست. عادت کرده بشه. برای تفریح تو چیکار میکنی؟ من برای تفریح شادمهر در یک روز تعطیل چیه؟ تفریح خب تو لس آنجلس خیلی بیشتره نسبتا. تابستونا دریاچه میری؟ جتسکی میرم. جدا؟ آره. خب پارسالم زدم دندم شکست تو سان دیگو روی جتسکی. چطور دندت بود جتسکی شده؟ فرمون. پس خیلی آرتیستی حرکت کرده بود. یه جایی خود تون که میرم به قول معروف توی از خود بی خود میشه، یه بلایی سر خودم میاد. تو رانندگی میادم یادش دوست داری تون بری؟ نه دیگه الان دیگه نه. خیلی خب جتسکی تو تابستون؟ زمستون بیشتر دیگه تو خونه تفریح تلویزیون بغل آتیش. این قصابه ورزش ها بهتره. اهل اسکی و اینا نیستم. نیستی؟ سرما نیستم اصلا. نیستی اهل سرما. خب برای همینم از تورنتو یک دره که فرار کردی اون بوده. خب برای همینم از تورنتو یک دره که فرار کردی اون بوده. اوکی.
نسل امروز چی میبینی؟ نسل امروز چه داخل کشور چه خارج از کشور؟ داخل کشور، خارج از کشور زیاد اونه که داخل کشور خیلی بیشتر نسل سرکشی هم، خیلی انرژی زیاد دارن، باید یه جا هدر نده، مثبت بشه. خارج از کشوری ها چی؟ خارج از کشور که اونقدی وجود ندارن، تعدادی نیستن. فکر کنی موسیقی ما آیندهش چی خواهد بود؟ رپ، موسیقی زیرزمینی که الان داریم میشنویم، موسیقی خوب و شفاف؟ جنسش فقط عوض میشه ولی همونه، اوکی. رنگش عوض میشه. بهتر یا بدتر؟ هر روشن‌تر یا زمانی تیره‌تر؟ شما نمیتونی بگی ایدیز بد بود، 70s بد من بود. میگم 80s عالی بود، منم عالیه، به نظر منم عالی. من خودم 90s بد بود، بد بود. 90 بد بود، 80 عالی بود، 70 به نظر من مثلا من فکر کنم 70 آماده میشد که 80 رو به تو معرفی کنه. 80 بهتری. خب منم از نسل 80م. تو هم از نسل 80ی؟ نه من اکثرا یادم آره زمان شاه 80 نبودی، من 70 بود. من 6 سالم بود، همونم یادم. اوکی. آره اون ولی 70 بود، 70 آخره 70 ولی 80 نسل 70 هم شما 80. نه ویکتور نیستش. ولی خب من خب با 80 زندگی کردم دیگه، چون تو آمریکا بودم و موسیقی 80 و دبیرستان و مسائل واسه من خیلی جذاب و شنیدنی بود. صحبت از موسیقی بالاخره ما نفهمیدیم، گفتی رنگش عوض میشه، من گفتم 80 بهتر از 90 بود. به نظر تو 2010 بهتر از 90 ماست یا بهتر از 2000 خواهد بود؟ 2010 با 2000 اونقدی فرق نمیکنه. نه اینکه به هر حال انقدر تکنولوژی پیشرفت کرده که اونقدر متوجه نشی که چقدر فرقشه. ولی در 80 یا 70 که اونقدر کامپیوتری وجود نداشت که. یه بخش از گفتگو گفتی من اینقدر آهنگ دارم که میتونم بدم بیرون. بعد ما از بین آلبوم قبلی کدوم بود؟ خیالی نیست بود دیگه؟ نه بعد از خیالی نیست خودت هم یادت رفته، منم یادم رفته. اسم آلبوم قبلی چی بود؟ آلبوم قبلی بود پاپکورن بود. آره درسته. از پاپکورن تا آلبوم تقدیر چند وقت فاصله داره؟ 2 سال 3 سال 3 سال. یادم که اینقدر کار دستشه چرا خساست میکنه توی به بازار دادن آلبوماش و طرفدارش باید اینقدر معطل کنه؟ خب باید ببینی کار خوبه یا بده، یا وقتی خودت راضی، خب طبیعتاً باید خودت راضی باشی اول دیگه. اول گفتی به نظر من کار خوب دارم، پس داری و راضی هم هستی. خب ولی مثلا به من میگی بین تقدیر یا مثلا 6 تا آهنگ کدوم انتخاب کن، میگم خب تقدیر. خب ولی بعد از تقدیر همین آهنگ جیده رو درست کردی که چه اسمش؟ بود تقریبا تو همون لول بود که بیاد بیرون. الان وسواسم بیشتر شده، شاید اون موقع اونقدر وسواسی نبودم، تجربه نداشتم. الان خب ترجیح میدم یه کار خوب انجام بدم، نمیخوام یه کار بدتر از یه کاری که مثلا یه کار خوب انجام میدم نمیخواد یه کار بدتر بده. بهترین کاری که انجام دادی چی بوده؟ ملودیش، تنظیمش. با ترانه‌سرای داخل کشور بیشتر کار می‌کنی یا خارج از کشور؟ داخل. چرا؟ خارج از کشور بونه که خب خیلی وقت دوران از ایران و فارسیشون ضعیف شده. به خاطر اینه. اوکی. خیلی خوب باشه. حرفی برای گفتن؟ پیامی برای هموطنات، برای طرفدارانت؟
برای هموطنام همیشه آرزوی موفقیت میکنم. آرزو میکنم که همیشه شرایطی که براشون وجود داره رو همیشه سعی کنم بهترین برای خودشون، حداقل بهترین هاشو انتخاب بکنن. اوکی. و قدم بعدی تو زندگیت؟ بیزنس. چه بیزنسی؟ هنوز نمیدونم، سعی میکنم. غیر از موزیک؟ غیر از موزیک. اوکی. الکتریکی؟ داشتی گفتی دوستان رفتن CD فروشیشون دادن الکتریکی. میبینی خودتو جای دیگه، بیزنس دیگه، رستورانی، یا توی بیزنس دیگه مدیر رستورانی باشی، یا صاحب رستورانی باشی، یا صاحب فروشگاهی باشی؟ میبینی اینو؟ چرا؟ خوبه که آدم یه مقدارم از یه فضای دیگه بیاد بیرون، چون فضای حساسیه، فضای موزیک و فضای توقعای برای خودت پیش میاد که اون توقعا رو باید تا اونجایی که میتونی بیاری پایین دیگه. پیشنهاد میکنی به بچه ها که امروز اگه میخوام برن دنبال کار موسیقی برن، در داخل کشور، در خارج کشور؟ پیشنهاد میکنم هر کی که میخواد موسیقی انجام بده حداقل یه خورده ریشه تر، یه خورده غلیظ‌تر، قوی‌تر فکر کنه، تجربهش بهتر فکر کنه. همه چی امکان پذیر هست، تو همه کار موفقیت هست، فقط پیگیری میخواد. عشق چه معنی داره؟ عشق همیشه معنی داره. چه معنی؟ عشق به زندگی همیشه معنی داره. به زندگیت؟ به زندگی. چیزایی که داری دوست داشته باشی، از دست ندی تا اونجایی که اضافه بشه، کم نشه. چه چیزی برات پر اهمیت ترینه که نمیخوای از دستش بدی؟ دوست. بسیار عالی. خوشحال شدم با صحبت کردم، بسیار خوش گذشت در کنار شما. همین مدت صحبت کردن با تو بودی خودش من امروز باید بهم یه جایزه داده بشه که تونستم یه همچین گفتگوی با تو داشته باشم، چون به راحتی تو دوست نداری همه چیز رو صحبت بکنی یا ریلکس باشی دربارش و بخوای با همه تقسیم کنی. ولی مرسی که وقتت رو به ما دادی، مرسی که با بیننده های ما زندگی رو تقسیم کردی. ممنونم ازت. مرسی.